أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما از درس‌های زبان عربی از کورس یکم تعلیم زبان عربی یک درس گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس دوم را از کورس دوم زبان عربی براتون پیشنهاد خواهم گردانید. الدرس ثانی، درس دوم. حالا ما و شما در درس دوم قرار داریم از درس‌های آموزش زبان عربی از کورس دوم. فضل و کرم الله بود که کورس یکم را به پایان رسانیدیم و حالا در کورس دوم قرار داریم. و چه طوری که برای ما و شما معلوم هست، پیش از اون که درس را شروع بکنیم اولا درباره درس در چی باب صحبت میکند موضوع درس را بیان میکنیم، پس میگذاریم به خواندن عباره های درس. پس این درس دوم ما و شما چطوره که درس یکم درباره اینه و اخواتش بود، یعنی که اینه قطعی خواهرهایش که همگی 6 تا می بودند یا 6 تا هستند: اینه، انه، لکنه، کانه، لیته، لعله. 6 تا بود. درباره اینها ما بیان کردیم درس گذشته، چقدر صحبت‌های با تفصیل داشتیم. و امروز درس ما و شما در این درس یک فعل می آید، اون را لیسه می گویند. لیسه، این را فعل ناقص می گویند، از افعال ناقص هست. و این لیسه باشد اپی کلانشان بگیم یا رئیسشان یا با نامی که تمام ملا بچه ها و ملاها و اهل علم این 13 اپا و خواهر هستند، اینها را شناخته می شود. اینها را کانه و خواهرهای کانه می گویند. کانه و خواهرهای کانه. پس کانه با خواهرهایش همگی 13 تا می باشند. یک بار مختصرا 13 تا نامش رو می گیرم. یکم کانه هست، دوم امسا، سیوم اصبحه، چهارم اضحا، پنجم ظله، ششم باته، هفتم ساره، هشتم لیسه. همین هشتمش لیسه که هست، در همین درس حال لیسه می آید. هشتمش لیسه، نهمش مازاله، دهم مافتئه، 11 منفکه، 12 مابریحه، 13 مادامه. این 13 فعل است. اینها را میتونید که حاضر نوشته حفظ کنید یا اگر نخواستید انتظار شوید در درس‌های گراماتیکی که اینها یک تا آمدن میگیرند در درس‌های ما و شما. پس معلوم شد که اینها 13 تا بودند. چطوری که کانه، اینه قطعی خواهرهاش 6 تا بود. کانه قطعی خواهرهاش همگی 13 تا هستند. اینها را کارشان چی است؟ ما گفته بودیم درس گذشته که اینه نواسخ است، یعنی که در اول مبتدا و خبر می دراید، مبتدا را آخرش منصوب میکند، خبر مرفوع میکند و نامش تغییر میتید. مثلا میگیم که مثال میگیم محمد، یک دفتر در بنویسید، همین مثال رو بنویسید تو که اهمیت بدید که چی فرقیت ها شده ایستاده است. در دفتر بنویسید که مثلا محمدون قائمون، یا که محمدون طالبون، محمدون طالبون.
محمد طالب است. ببین محمدون گفتیم برای مبتدا است مرفوع می شود، طالبون گفتیم برای خبر هست مرفوع می شود. پس محمدون طالبون مبتدا و خبر شد. انا اکنون درس گذشته را یک بار در همین داخل کنید، این را داخل کنید. مثلا بگویید که این محمدن، ببین محمدون بود، این را در آورده محمدن شد، در آخرش یک الف می نویسید، در بالاش دو فتحه میمونید. این محمدن طالبون. اهمیت بدید فرقیت چی شد؟ یعنی که هر آینه میگه محمد طالب است، اول محمدون بود، این را که در آورده محمدن شد. محمدون اول مبتدا بود، حاضر اسم این نشد، و طالبون اول خبر بود، حاضر خبر این نشد. فهمو؟ این درس گذشته اینها را گفته بودیم. این یکم نواسخ مبتدا و خبر هست. دویم نواسخ مبتدا و خبر چی هست؟ دویم نواسخش انا همین موضوع درس امروز ما و شما که کانه با خواهرهایش که لیسه در این درس ما و شما میاد خواهر کانه است، یعنی که از دوستای کانه هستند، اینها را وظیفهشون یک هستند. این چی کار میکند؟ کانه با خواهرهایش چی کار میکند؟ برعکس این نمیکند. این نه اسمش مرفوع، اسمش منصوب میکرد، خبرش مرفوع میکرد، میگفتیم که این محمدن طالبون میگفتیم. اما کانه قطعی خواهرهایش برعکس این میکند، میگوی که کان محمدون طالبان. ببین برعکس، اول دا میگفتیم این محمدن طالبون، حاضر میگیم که کان محمدون طالبان. فرقیت رو فهمیدید؟ انا لیسه به مثل همین هست. مثلا میگوی که لیسه محمدون طالبان. ببین این را اکنون یک بار جدا جدا نوشتید، اهمیتش بدید. مثلا می نویسید که محمدون طالبون یکم. انا اکنون یکم نواسخ بدرار، این را یا خواهرهاش کدامش بدراری می شود. مثلا این را بدرار، در اولش بمون میگوی که این محمدن طالبون. طالبون رنگی خودش می ایستد، لیکن فقط اسمش تغییر می‌یابد که میگوی خبری کانه، خبری این نه. و سیمش گفتیم که لیسه، یا که کانه را لیسه را کدامش بمونه می شود. مثلا لیسه محمدون طالبان. اهمیت رو داده چی شد؟ پس امروز درس ما و شما درباره انا همین هست. فقط لیسه را میخونیم امروز، فقط لیسه. بعد اون کانه و خواهرهایش که حاضر 13 تا ذکر کردیم، اینها را بعد در آینده ها انشاءالله میخونیم. این یکم موضوع درسی ما و شما هست. و موضوع دوم ما و شما در این درس، موضوع دوم درسمان تقدیم خبر بر مبتدا هست. ما و شما در درس ها گذشته یادتون باشه میگفتیم که مثلا میگفتیم این جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم هست، و میگفتیم مبتدای مؤخر هست. همین یادتون هست؟ در کورس یکم بسیار این را تکرار میکردیم که خبر مقدم اومدگی است، پیش اومدگی است، بعد خبر بعد مبتدا اومدگی هست. انا اکنون در همین درس، در انا همین باب قطعی ما کمی صحبت هم دارد که تقدیم میشود خبر بر مبتدا. همچنین وقتی تقدیم که شد، پیش که اومد خبر بر مبتدا پیش که اومد، و این نه اخواتش فقط در مبتدا کار میگیرد. مبتدا چی در اول باشه چی در آخر، یعنی که ضررش یا که عملش در بالای مبتدا هست. اهمیت بدید این چیز رو. یعنی که اول اگر خبر اومد، این را در اولش موندی، مثلا میگی که این فی الداری زیدن، میگویی این فی الداری زیدن. نمیشود این فی الداری بگویی در اول است، به این را عمل شد در فی الداری بتومو زیدون بگم. این طور نمیشود. انا همون مبتدا در که جایی که هستی، این عملش در بالای مبتدا هست. اهمیت بدید این چیز را. حالا با در درس انشاءالله به تفصیل در این باب ها گفتگو میکنیم، یعنی میآید. خب میگذاریم به موضوع درس. موضوع درس ما و شما یا حوار درس ما و شما هشام است. میگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی که سلام بر شما و رحمت الله و برکت الله بر شما. بلال میگوید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، و بر شما نیز
رحمت الله و برکت الله. و کیف حالک یا اخی، کیف حالک یا اخی یعنی چی طور است حال تو ای برادر. من الاخو یعنی برادر کی است. من الاخو برادر کی هست، یعنی که تو کی هستی. وقتی که من الاخ گفتی یعنی برادر کی هست، یعنی که قصدش پرنت تو کی هستی. اصلا باید بگم من انت، لیکن من الاخو یعنی که این برادری که در نزدم هست کی است. میشه باید بگوی که من انت یعنی کی هستی تو، یکی بگوی که من الاخو یعنی برادر کی است. چطور در توشکه میگیم که تو کی هستی یا برادر شما کی میگیم و مثل همین برین. هشام میگه انا مهندسون جدیدون. هشام میگه من انجینری نو هستم. انا مهندسون جدیدون. انا مبتدا است، مهندسون خبر هست، جدیدون صفت مهندس است. اسمی هشامون میگه نام من هشام است. انا من الولایات المتحده میگه من از ولایت های متحده هستم، یعنی که از امریکا است. این خودش رو گفته سه که از امریکا است. بلال میگه اهلا و سهلا و مرحبا بک یا اخی، یعنی که خوش آمدی ای برادر. اهلا و سهلا و مرحبا درباره اینها در کورس یکم با تفصیل صحبت کرده بودیم. بیکا یعنی که به تو، یعنی که خوش آمدی تو. یا اخی ای برادرم، اخی برادرم. میگه انا مسرور بلقائک، انا مسرور بلقائک یعنی که من شاد هستم، خرسند هستم با لقای تو، یعنی با دیدار تو، با واخری تو، یعنی که من تو را دیدم خرسند شدم. چرا که در توجیکی ما هم شما میگویم که با دیدنت شاد شدم. انا همین هست. انا مسرور بلقائک یعنی که با دیدنت شاد شدم. انا زمیلک میگه من همکار تو هستم. زمیل میشود هم درس، میشود همکار. انا زمیلک میگه من همکار تو هستم. برای چی زمیلو گفتیم؟ به خاطر آنه که خبر هست. انا مبتدا است، زمیلو خبر هست. خبر در همه جا ما مرفوع میخونیم. مبتدا و خبر همه وقت مرفوع میخونیم اگر نواسخش ندار اومده باشد. نواسخش این قطعی خواهرهاش یا کان قطعی خواهرهاش با یک تای دیگر دارد ظن قطعی خواهرهاش. اسمی بلال بن حامدین میگه نام من بلال پسر حامد است. اسمی نام من میگه بلال بن حامدین، بلال پسر حامد است. ببینید در اینجا ابن اگر که به تنهایی نوشته شود در اولش الف می نویسیم، اما اگر در بین بیاد مثلا بگوی که محمد پسر احمد بگوی محمد بین میکنی، ابن نمیکنی. اهمیت بدید، این یک قاعده دیگر هست در ذهنتون داشته باشه. در بین بیاد، اما اگر در اول بیاد مثلا بگوی که پسر محمد بگوی ابن محمد. اما اگر در بین بیاد اگر در این صورت الف نمی نویسیم، الف نوشته نمی شود. بلال ابن، ببین الف ندارد. بلال ابن حامد میگه نام من بلال پسر حامد است. امین واشنگتن انت، امین واشنگتن انت میگه آیا تو از واشنگتن هستی؟ واشنگتن یک از شهرهای امریکا است. خلاص هم نامهای دولتی در شهری در امریکا. آیا میگه تو از واشنگتن هستی؟ امین واشنگتن. برای چی واشنگتن گفتیم؟ برای غیر منصرف است. در اولش مین در اومدگی است لیکن واشنگتنی نشد، کسره نکرد، برای غیر منصرف است. امین واشنگتن انت یا هشام میگوید آیا از واشنگتن هستی تو ای هشام؟ هشام جواب میدهد میگوید لا، میگوید نه. انا لست من واشنگتن میگوید که من از واشنگتن نیستم. اینی من نیویورک میگه من از نیویورک هستم. این از واشنگتن، از شهر واشنگتن نبوده است و از شهر نیویورک بوده است. انا اکنون در اینجا موضوع درس ما گفتیم درباره لیسه است. در اینجا لستو آمد. ببینید میگه لا، نه. انا مبتدا است، انا مبتدا است. لستو نیست من می شود. لیسه نیست. لستو نیست من. لسته نیست تو. لستی نیست تو زن. لسنا نیست ما. لستوم نیست شما. ببینید همون ضمایری که خوانده بودیم همون ضمیر رو در اینجا موندن بگیرید. هر کدامش بمونید می شود. هر کدامش که بمونید همون ضمایری که خوندگی بودیم ضمیر رو می شود. لیکن اهمیت بدید
میگوید که لستو. لس میگوید که از اخواتی کانه است، یعنی که فعل ناقصش میگوین، افعال ناقصه میگن اینها را. از اخواتی کانه است میگوید و تو ضمیر است مبنی علی الضم فی محل رفع میگوید اسمی لیسه میشود، فی محل رفع اسمی لیسه. من واشنطن، من حرف جاره، واشنطن اسم مجرور، جار و مجرور متعلق میگوید به کائنون، خبری در محل نصب میگوید خبری لیسه. این را اهمیت بدید. اول میگوید جار و مجرور در محل رفع خبرش میگفتید، لیکن اینجا میگه جار و مجرور متعلق به کائنون در کائنن در محل نصب خبری لیسه. اهمیت بدید این چیز رو. پس لستو جمله فعلیه میگوید انا مبتدا بود کو، لستو من واشنطن میگه جمله فعلیه خبری انا شد. فهمو؟ جمله یعنی خبر شد، جمله فعلی. ما دو نمود جمله داریم، جمله فعلی داریم و جمله اسمی داریم. اینجا در جمله فعلی است. برای لستو این فعلی ناقص است. فعلی ناقص برای چی فعلی ناقصش میگن؟ 12 13 فعلی که گفتیم اینها را فعلی ناقص میگن. برای چی؟ به خاطر اونه که اینها با فاعل قطعی پره نمیشوند، یعنی که فقط با اسمش قطعی پره نمیشود، باید خبرش بیاریم، احتیاج به خبرش دارد. برای خاطر اینها را ناقص میگوین، یعنی برای سبب ناقص گفتنشون، یعنی افعال ناقصش میگیم. برای چی؟ سببش همین هست. پس اهمیت بدید. لا میگوید انا لست من واشنطن، میگه که من از واشنطن نیستم. اینی من نیویورک، میگه من از نیویورک هستم. ببینید اینی همون اینه که دیروز خواندیم همون است. اینه انا بود اصلش. اینه وقتی که انا را چسباندن کشیدیم، انا ضمیر منفصل است، ضمیر متصل شمیاریم یی میشود، یا را میاره میشود اینی، یا میشود بگیم که ایننی، هر دوش جایز است. اینی یا ایننی. بعد اینه از اخوات اینه میشود، یا یکی میبینید ضمیر در محل نصب میگوید اسم اینه. من نیویورک، من حرف جاره، نیویورک اسم مجرور غیر منصرف است، برای خاطر نیویورک میگیم، نیویورکی نمیگیم، نیویورک. و اسم مجرور جار و مجرور میگید متعلق به کائنون، خبری اینه، خبری اینه. لیکن در اینجا لستو تو را ضمیر میگفتید که اسمی کانه، اسم لیسه، یعنی که اسم افعال ناقصه لیسه. من واشنطن جار و مجرور در محل نصب میگفتید. اهمیت نمیگیره. من واشنطن جار و مجرور در محل نصب شد. برای خاطر چی؟ به خاطر اینکه خبری لیسه منصوب میشود. لیکن من نیویورک جار و مجرور متعلق به کائنون در محل رفع خبر این نشد. ببینید خبری لیسه منصوب بوده، آخرش فتحه میموندهیم، خبری این را آخرش مرفوع میکردیم. برعکس یکدیگر هستند. فهمو؟ برعکس یکدیگر هستند. این را خوب اهمیت بدید. بلال میگوید که امسلم ابوک یا هشام، یعنی که آیا مسلمان است پدر تو ای هشام؟ آیا مسلمان هست پدر تو ای هشام؟ هشام را پرسید که پدرت مسلمان هست؟ هشام میگوید لا هو لیس بمسلمین. هشام میگوید که نه، وای مسلمان نیست. پدری بلال مسلمان نبوده است. میگوید که لا نه هو لیس بمسلمین، وای مسلمان نیست. یعنی که پدرش امریکایی که است، خودشم پدرشم، میگوید که مسلمان نیست. پس در اینجا ببینید هو مبتدا است، لیسا ای اخواتی چی گفتیم؟ کانه. بعد ما برای لیسا باید اسم و خبر بیاویم. پس این اسم و خبرش از کجا میاویم؟ میگیم لیسا فعل ناقص و اسمش ضمیری مستتر، در تحتش لیسا هو، یعنی رنگ فعل ها میگفتیم یادتون باشد. ذهب میگفتیم، نه که ذهب هو میگفتیم، رنگ انا همون. لیسا میگیم اسمش هو است، ضمیر مستتر هست. بی مسلمین، بی حرف جاره است، مسلمین اسم مجرور. یا بی را حرف جاره زائده میگوییم، مسلمین را
لفظا مجرور میگیم، محلا مرفوع میگیم، محلا منصوب میگیم، به خاطر اینکه خبری لیس است. خبری لیس منصوب میشود. اصل باید میگفت که لیس هو مسلمان، لیس هو مسلمان، یعنی که وی مسلمان نیست. لیکن لیس اولا که اسمش حذف کردگی هستند، ضمیر مستتر آمدگی است، هو در تحتش است، بی آوردگی هستند مسلمین. و یک قاعده دیگر هم در یادتون داشته باشید که در خبری لیس بعضی وقتها بی داخل می شود، با حرف جاره داخل می شود. و اگر که داخل که شد این را زائده میگیم. زائده در لفظ زائده هست، لیکن در معنا تاکید کننده هست. بی مسلمین که شد فرق میکند از مسلمان. مثلا ببین، من مثلا اگر همینجا میگفت که لیس مسلمان میگفت، یعنی که وی مسلمان نیست خلاص. لیکن میگه که لیس بمسلمین، یعنی که تماما مسلمان نیست. فهمو؟ فرق است، تأکید هست. وقتی که بی آمد، بی حرف جاره در خبری لیسه که در آمد برای تأکید می آید. فهمو؟ برای تأکید می آید. وقتی میگه لیس بمسلمین، یعنی که تماما مسلمان نیست. اگر میگم لیس مسلمان، یعنی مسلمان نیست خلاص. لیس بمسلمین یعنی تماما مسلمان نیست، یعنی که طور اسلام قبول کردگی نیست. فهمو؟ این را اهمیت بدید، این نازکی را در یادتون بگیرید، به خاطر اینکه در زبان عربی این بسیار مهم هست. پس معلوم شد که حرف جاره در اولی خبری لیس داخل میشده است، لیکن در لفظ زائدهش میگرفتیم که با حرف جر زائده مسلمین، مثلا اسم مجرور لفظا و منصوب محلا. در منصوب اصلا باید مسلمان میشد، میگیم که منصوب محلا به خاطر اینکه خبری لیس است، به خاطر اینکه خبری لیس است. و گفتیم که حرف جار به که میداره برای توکید است، برای توکیدی معنا هست، معنا را تاکید میکند. بلال میگوید که و امک امسلمتون هی. بلال باز پرسان میشه که و مادرت، و امک یعنی که و مادرت، امسلمتون هی یعنی که آیا مسلمان است وی، یعنی که مادرش میپرسد که آیا مادرت مسلمان هست. هشام میگوید لا هی لیست بمسلمتین، میگوید نه وی مسلمان نیست. هی وی لیست نیست، بمسلمتین مسلمان. ببین هی مبتدا است، لیست فعل ناقصه از اخوات کانش میگوییم و این اسمش مرفوع میکند، خبرش منصوب. اسمش در کجا است؟ لیست، همون ته در آخرش است. همون را میتونیم بگیم که اسم لیس است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ته که در آخرش است این اسم نیست، این ته ضمیر نیست، این علامت است، این حرف است. حرف در اعراب محل نمیگیرد و این حرف است. برای هم خاطر میگیم که لیست ته علامت تانیث است و اسم لیست در کجا است؟ در تحتش ضمیر پنهان شدگی است. میگوید که لیست هی، یعنی ضمیر است. لیست هی بمسلمتین. ببینید هی اسم لیست میگوید، بمسلمتین بی حرف جاره، مسلمتین اسم مجرور. میگید مجرور لفظا در لفظ مجرور هست و محلا منصوب میگوید به خاطر اینکه خبری لیس است. و این به که در اولش میبینید بی مسلمتین، به زائده برای توکید معنا آمدگی هست، یعنی که لیست بی مسلمتین یعنی تماما مسلمان نیست، تماما مسلمان نیست. اهمیت بدید و فراموش نکنیم که میشود همین به را اولش بگیریم، بگیم که لیست، اگر به را که گرفته میشود که لیست مسلمتن، میگیم مسلمتن. برای چی؟ به خاطر اینکه مسلمتن خبری لیس است، خبری لیس باید منصوب باشد، آخرش باید فتحه داشته باشد. فهمو؟ در ذهنتون خوب داشته باشید. بلال میگوید که الک ابناء یا هشام، یعنی آیا تو فرزند پسرها داری ای هشام، یعنی که تو آیا تو
پسر داری ای هشام؟ هشام میگوید نعم لی ستت ابناء، میگوید بله من 6 فرزند دارم، 6 بچه دارم. ببینید لی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم هست. از ما در همین درس گفتیم که در اول درس که یکی از موضوع همین درس خبر از مبتدا پیش آمدنش هست. ببینید در همین جدا درس ها گذشته این چیزا رو میگفتیم، اما قاعده خاصش امروز میخونیم یا امروز یادرس میکنیم. میگه که لی ستت ابناء، یعنی که من 6 فرزند دارم. لی جار و مجرور خبر مقدم هست. ستت ابناء، ستت مبتدا مؤخر هست. اصل باید میگفت که ستت ابناء لی، اصل این طور هست، یعنی بگوید که 6 فرزند دارم من. لیکن در زبان عربی لی جار و مجرور خبر مقدم می آید، بعضی حالت ها در مقدم می آید، پیش می آید و این پیش آمدنش بعضی وقتا جواز ای، بعضی وقتا واجب ای. جوازش می شود که تقدیم و تأخیرش کنیم، لیکن واجب باشد اگر نه دیگه تغییرش داده نمی توانیم، باید انمون چی خیلی کس انمون طور بمونیمش. فهمو؟ این چیزا در یادتان خوب داشته باشید. بلالون طلابون هم یعنی که دانشجو هستن آنها. طلابون هم دانشجو هستن آنها. ببینه در اینجا طلابون مبتدا است؟ نه مبتدا نیست. چی است؟ خبر هست، خبر مقدم. و هم مبتدا مؤخر هست. برای چی طلابون اما مبتدا نگفتیم؟ به خاطر آنه که مبتدا باید معرفه باشد، باید معرفه باشد. بعضی حالت ها نکیره می آید، اگر هرش نکیره باشد می شود نکیره بیاید یا معنی پرابطیت می شود. لیکن در این جدا اگر یک معرفه و یا نکیره بیاید، در این صورت ما معرفه را مبتدا میگیریم و نکیره را خبر میگیریم. طلاب نکیره که هست، برای همین خاطر طلاب خبر میگیریم. هم ضمیر است، ضمایر همش معرفه هستند، ضمیر را مبتدا میگیریم. طلابون هم یعنی طلبه هستن اونها. اصلا باید اینجا میگفت که طلابون هم حذف شدگی است در این برنامه و شما خودتون نوشته کنید اگر که در کتابتون نباشد. اگر که باشد خوب، نورون علی نور. طلابون هم یعنی که آیا طلبه هستن آنها، آیا دانشجو هستن آنها. هشام میگد لا، میگد نه، هم لیسو بطلابین، هم لیسو بطلابین، میگد که نه ویها دانشجو نیستند. لیسو نیستند آنها، بطلابین دانشجو نیستند میگه. ببینید هم مبتدا است، لیسو من اخوات لیسه است، من اخوات کانه است. و واو میبینید لیسو در آخرش واو هست. این واو ضمیر جمع بود، یادتون هست؟ ضمیر جمعی مرفوعی متصل میگفتیم که این همون ضمیر جماعت مذکری مرفوعی متصل هست. متصل اصل اگر که چی باشد هم میشود. هم منفصل هست، واو متصل هست. برام خاطر اهمیت بدید. لیسو و الفی که بعدش میبینید او الف چی است؟ واو جماعتی مذکر بوده است. و الف چی است؟ این الف را الف فارقه میگن در زبان عربی. این الف فارقه میگن. برای چی فارقش میگن؟ به خاطر اینکه این واو میگه تو با فکر نکنی که اصل کلمه است. این واوی جماعت است میگه. واوی ضمیر هست و جماعت است. برای هم خاطر میگه واو بشناسو، فراموش نکنی که با بگویی که واو اصل کلمه است. لیسو گفته خیال کنی که این یک کلمه هست. نه، اینجا میگه دو کلمه است. لیسه یک کلمه است و واو خودش ضمیر یک کلمه جداگانه است. یعنی که لیسو نیستند آنها میشود. لیسو نیستند آنها. بطلابین یعنی طلبه، شاگرد. بیره ترجمه نمیکنیم. نیستند آنها شاگرد. نمیگیم لیسو بطلابین نیستند به طلبه. این طور نه، بیره ترجمه نمیکنیم. فقط برای توکیدی، برای خاطر میگه به زایده است و برای توکیدی معنا می آید. میشه در اینجا میگفت که لیسو طلابن، یعنی که طلبه نیستن. یعنی که شاید طلبه هستن خوب نمیخونن، برای خاطر میگه طلبه نیستن. نه که وقتی که میگه که لیسو بطلابین یعنی انیق طلبه نیستن.
یعنی که انیق نمیخونند. اما بعضی طلبه هست، بعضی دانشجو هست که نمیخوند، اون را میشود بگویی که چه خمرم در تاجیکی میگیم که نه او دانشجو هم نیست، اصلا دانشجو است، در دانشگاه میخواند، لیکن ما میگیم که او دانشجو هم نیست، یعنی که نمیخواند درساشا. انا همینجا اگر در زبان عربی بگن که او دانشجو نیست، اصلا بخواند، اگر بگن دانشجو نیست برای درساشا نمیخواند، میگد که لیس طالبا، لیس طالبا، یعنی طالبه نیست، یعنی هو لیس طالبا، یعنی وی طالبه نیست. اما اگر تماما که یعنی که در مکتب نخواند یا در دانشگاه نخواند، یعنی بود کردگی باشد، در این صورت چخل میگویند؟ میگن که لیس هو لیس بطالبین، میگد هو لیس بطالبین، یعنی او تماما طالبه نیست، تماما طالبه نیست. یا اگر زجرم کردنی باشه، اگر نمی طور میگویی که مثلا میخواند لیکن تماما درساش اهمیت نمیتید، پس در این صورت میگه تو نه طلبه هستی، چرا در تاجیکی خودمون میگویند. در همین صورت هم میشود این را استفاده برای خاطر اهمیت بدید زبان عربی را نازکیاشه. لیسو بطلابین، لیسو نیستن آنها طلبه، یعنی تماما طلبه نیستن. بی را ترجمه نمیکنیم، فقط بی برای توکید معنا اومدگی است تو خلاص. لیکن طلابین آخرش مجرور میکنیم، میگیم لفظا مجروره. در لفظ ما دیدیم که طلابین گفتیم، اما محلا در جای منصوب است که باید طلابان میشد. فهمه؟ پس در اینجا اعرابش میگیم هم مبتدا است تو، لیسو از اخوات کانه است تو، و واو ضمیر، واو گفتیم ضمیر است، نه ضمیر جمع مذکر، واو ضمیر در محل رفع خبری، در محل رفع اسم لیس است، اسم لیس. بطلابین در محل نصب خبری لیس است. این را بسیار اهمیت بدید. میگوید که این بعضهم تجار و بعضهم مهندسون، میگوید هر آینه بعضی آنها بیزنسمن هستند و بعضی آنها انجینرها هستند. ببینید فرزنداش گفته که بعضیش بیزنسمن شده هستند، بعضیش انجینر شده هستند. برای هم خاطر بیر استفاده بود که تماما طلبه نیستند، یعنی که این طوره که قصدش این نیست که یعنی طلبه بدو هست، اینه که نمیخونه، این نیست، یعنی که تماما طلبه نیست، یعنی که بیزنسمن شده هستند و انجینر شده رفته هستند. ببینید این بعضهم گفتیم، بعضه گفتیم، بعضو نگفتیم. برای چی؟ برای این در اولی مبتدا و خبر میداره، گفتیم مبتدا را منصوب میکند. بعضه مبتدا است، اصل باید بعضهم تجارون میگفت، لیکن این که در آمد این بعضه میگد، بعضه این مبتدا را منصوب کرد، تجارون خبرش است، مرفوع میستد، فقط نامش فرق کرد که بعضه میگیم اسم این، تجارون خبری این. اهمیت بدید، درس گذاشته در این باب خوب گفته بودیم. و بعضهم، برای چی بعضهم گفتیم؟ برای واو عاطفه، واو عاطفه. بعضهم اول به منصوب خوانده بودیم، برای اسم این نبود. بعضهم دوم هم اسم این هست، اسم این هست، فقط این را نیاورده است، لیکن اسم این هست، عطف به جای اسم این است. حکم هر دش یک است. این بعضهم تجارون و بعضهم میگیم اینش را هم برای عطف به بعضه یکم هست. بعضه یکم که منصوب است، اینم منصوب می شود، یعنی که بعضه یکم اسم این است، اینم اسم این نمی شود. اهمیت بدید این چیز رو. مهندسونه خبری این نمی شود در این صورت. بلال میگوید که الک بناتون، الک بناتون، یعنی که آیا تو دخترها داری، یعنی که آیا دختر داری تو. ببینید الک بناتون، یعنی که آیا داری تو بناتون دخترها. در این جده حرف استفهام است، لک جار و مجرور خبر مقدم است، بناتون مبتدا مؤخر هست، بناتون مبتدا مؤخر هست. هشام میگوید نعم لی خمس بناتین، لی خمس بناتین، میگوید بله من دارم 5 فرزند، 5 دختر. میگوید که لی دارم من خمس بناتین، یعنی 5 دختر. ببینید در اینجا لی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم هست، خبر ای لیکن پیش ای مبتدا اومده است. خمسو مبتدا مؤخر هست، خمسو مضاف است و بناتین مضاف الیه هست. ببینید خمسو را برای چی خمستون نگفتیم؟
درس گذشته یادتون هست خمسو گفتیم، خمساتو نگفتیم، به خاطر اونه که معدود مؤنث است. اگر معدود مؤنث باشد عدد مذکر میاریم ها، یادتون باشد. بلال میگه که امتزوجاتون هن، یعنی که آیا شوهر دارن آنها؟ گفت که 5 دختر که دارد، 5 دختر دارد، دختراش پرسیده که آیا آنها شوهر دارن، یعنی شوهر کردگی هستن. متزوجاتون هن، یعنی که آیا شوهردار هستن؟ متزوجات شوهردار، هن آنها، یعنی همون دخترها. میگه آیا آنها شوهر دارن؟ هیشام میگه لا، میگه نه. هن لسنا بمتزوجاتین، میگه که نه آنها تماما شوهر ندارن. برای چی شوهر؟ یعنی که شوهر کردگی نیست. این طور نیست که شوهر کردگی باشد و شوهرش ترکش کردگی باشد یا که از شوهرش جدا شدگی باشد، این طور نیست. میگه لیسا بمتزوج، تماما شوهر ندارن. برای گفتیم به برای توکید معنا می آید. لیسا که انکار کرده سه، نفی کرده سه، یعنی تماما نقش میکنی. اگر میگفت که لسنا متزوجاتین میگفت، در این صورت یعنی معنیش میشید که یعنی شوهر ندارن. شاید شوهر کرده شوهرش جدا شدگی است، یا که شوهر کردگی شوهرش ترکش کردگی پرتوفته رفتگی است. لیکن اگر که بگید که لسنا بی متزوجاتین، بی برای تاکید معنا است، یعنی تماما شوهر ندارن. این چیز را در ذهنتون داشته باشید. ببینید هن مبتدا است، ضمیر است، ضمیر جمعی مؤنث است. ضمیر را خیلی دیگر میدونید، دیگر حاجت به بیان کردن نیست، به خاطر اونه که ضمیر را خوانده بودیم. هن ضمیر هست. لسنا چی است؟ لسنا همون لیسا است، همون لیسا ما گفتیم که اخوات کانه است. این لیسا چی طلب میکند؟ لیسا برای خودش اسم و خبر طلب میکند. پس اسم لیسا در کجا است؟ اسم لیسا اونمون نونه که میبینید نه اونمون نون ضمیر هست، اون نونی حرف نیست، نون ضمیر هست، اسم است. اون ضمیر مؤنث است، جمع مؤنث. ببینید لسنا انمون نون میگوید مبنی علی الفتح، در محل رفع اسم لیساش میگوید، در محل رفع اسم لیسا میگوید و بمتزوجات خبر لیسا میگوید. ببینید همین کانه 13 تا خواهراش قطعی، اینها همه وقت اسم و خبر طلب میکنند، به اسم خبر نمیآیند. این نه همچنین اسم و خبر طلب میکند. اینها را در ذهنتون جا کنید که در جایی که هم این را یا که اخوات چه خواهراش دیدید یا کانه را یگان خواهراش که دیدید، باید بشناسید، باید بکوید که خبرش در کجا است، اسمش در کجا است و خبرش در کجا است، تا اینکه حرکتای خواستگیش بتید. اگر اسمش اسم ظاهر باشد، اگر مثلا این را اسمش اسم ظاهر باشد، اگر منصوب باید کنید، خبرش باید مرفوع کنید اگر که مفرد باشد و اسم ظاهر باشد. لیکن اگر ضمیر باشد در محل میگیریدش، یا جار و مجرور باشد، یا ظرف باشد، یا جمله اسمی باشد، یا جمله فعلی باشد، اینها را در محل میگیرید. فهما انشاءالله در این باب ها با تفصیل در آینده ها صحبت خواهیم کرد. لیکن فقط حاضر این چیزایی که میگویم یعنی در ذهنتون جا کنید، فقط که مثلا همین طور گپ ها بوده است، اما جمله فعلی چی، جمله اسمی چی، جار و مجرور چی. جار و مجرور خیلی خوندیم، حرف جار بعدش یک اسمیت جار و مجرور میگن. ظرف یعنی چی؟ ظرف زمان داریم، ظرف مکان داریم، یعنی اینها چی هستند؟ اینها را در ذهنتون جا کردن گیرید، انشاءالله روز براتون فایده میکند. حالا خلاص اگه براتون بگم، جمله اسمی یعنی مبتدا و خبر جمله اسمی میگن، لیکن جمله فعلی فعل و فاعل جمله فعلی میگن. انا من افعال ناقصه هم جمله فعلی میگن. فهمو؟ مثلا در جه هن مبتدا است، لسنا بمتزوجاتین، لسنا گفتیم فعل است، فعل ناقص است، پس انا من لسنا را جمله فعلی میگوید در محل رفع. ببینید جمله فعلی در محل رفع خبری هن مبتدا بود، لسنا بمتزوجاتین لیسا قطعی اسم و خبرش خبری مبتدا هن شده است. اهمیت بدید چیز را. میگه که انهن صغارون، هر اینا اونها میده است. میگه این از همون اخوات اینایی که گذاشتیم که همون است. هن چی است؟ هن ضمیر است، ضمیر جمع مؤنث، ضمیر جمع مؤنث غایبه. اهمیت بدید این چیزا را. ضمیر هست، اینجا دو کلمه است، این هن
این نه هر آینه اون 6 معنایی که گفتیم کدامش که بتید میشود. هن یعنی در درس یکم گفتیم که این نه 6 معنا دارد، با 6 معنا میاد. و هن که باشد اسم این است، در محل نصب میگیره. صغارون خبر این است، مرفوع است، خبر این نش میگیرید. اهمیت بدید این چیزا را. اینهن صغارون، هر آینه میگد اونها مایده است. صغارون مایده ها هستند. صغیرون مایده، صغارون مایده ها. بعضهن فی المدرسه الابتدائیه و بعضهن فی المدرسه المتوسطه. اهمیت بدید، حرکات را بسیار اهمیت بدید. در زبان عربی حرکات ها بسیار رول بازی میکند. ببینید بعضهن، برای چی بعضو گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا هست. بعضو مبتدا، هن چی است؟ ضمیر است. بعضهن در محل جر مضاف الیه هست. فی المدرسه جار و مجرور متعلق به کائن خبر هست. بعضو را مبتدا گفتیم، فی المدرسه جار و مجرور خبر می شود. الابتدائیت چی است؟ صفت مدرسه است، صفت مدرسه. و بعضهن فی المدرسه المتوسطه رنگ همین اعراب می شود. مبتدا و مضاف الیه و جار و مجرور خبر، متوسطه خبری مدرسه. پس میگه که بعضهن فی المدرسه الابتدائیه، یعنی بعضیشان در مدرسه ابتدایی هستند، یعنی که در مدرسه میانه هستند، قسم یکمش بگیم پس. و بعضیشان میگه در مدرسه متوسطه هستند، یعنی که ما گفت در کورس یکم چیزهای عربی را تقسیم کرده بودیم که مثلا از صنف 1 تا 3، از 4 تا 6، از 7 تا 9. ابتدایی از 1 تا 3 را میگن و متوسطه از 4 تا 6 میگن و ثانویه از 7 تا 9 را میگوین. تقریبا همین خیلی است، یعنی که انیق این طور تقریبا همین خیلی است. یعنی مکتب سالشد 3 تقسیم میکنن عربه ها. خب بعضهن فی المدرسه الابتدائیه، بعضشون میگه در مدرسه ابتدایی هستند و بعضهن فی المدرسه المتوسطه، بعضشون در مدرسه متوسطه هستند. یعنی که دختراش مایده بوده است، تا صنف 6 میخونده، یعنی مایده، دخترچه‌های مایده بوده است. بلال میگه که الک اخوتون، یعنی که آیا تو برادر داری؟ الک یعنی آیا داری تو اخوتون برادرها، اخون برادر، اخوتون جمعی برادر میشود، اخوتون برادرها. میگه که آیا تو برادرها داری؟ یعنی تو برادر داری؟ هشام میگه لا، میگه نه، لیس لی اخوتون، لیس لی اخوتون، میگه نه من برادر ندارم. لیس لی اخوتون یعنی که من برادر ندارم. ببینید لیسه از اخوات کانه است. ما گفتیم که لیسه برای خودش اسم و خبر طلب میکنه. در کجایی که لیسه را دیدید از دنبال اسم و خبر شد که اسمش در کجا است و خبرش در کجا است. ببینید لیسه از اخوات کانه است. لی جار و مجرور هست، جار و مجرور، لام و یا یکی ضمیر هست. لی یعنی دارم من، جار و مجرور هست. ببینید می شود که همین جار و مجرور بگویم که خبری لیسه اسم لیسه است؟ می شود؟ نه نمی شود. برای چی؟ به خاطر اینکه جار و مجرور مبتدا شده نمیتواند، مبتدا شده که نتواند، پس اسمی لیسه یا که اسم این نه شده نمیتواند. فهما این چیز بسیار اهمیت بدید. پس اسم شده نمیتواند. پس لی را ما چی میگیم؟ میگیم لی جار و مجرور متعلق به کائنن، خبری لیسه مقدم، اخوتون اسمی لیسه مؤخر. میگفتیم که مبتدا را، میگفتیم که جار و مجرور مبتدا خبر مقدم، خبر مبتدا مؤخر، میگفتیم که آن همون هست. لی اخوتون اصلا جار و مجرور مبتدا خبر مقدم است، اخوتون مبتدا مؤخر هست. لیسه که در اومده است در این صورت میگیم که لی خبر لیسه مقدم، اخوتون اسم لیسه مؤخر. اهمیت بدید این چیز رو، بسیار دقت بدید. میگه که این لی 3 اخوات، میگه که واقعا من 3 خواهر دارم. واقعا من میگه 3 خواهر دارم. ببینید این را ما درس گذشته گفتیم که برای خودش اسم و خبر میگیرد، اسمش منصوب میکند، خبرش مرفوع میکند. پس این اسمش در کجا است؟ لی جار و مجرور میتواند که اسم این نشود؟ نه نمیتواند.
برای چی نمیتوانه بشود؟ به خاطر آنه که جار و مجرور مبتدا شده نمیتوانه، خبر شده میتوانه، مبتدا شده نمیتوانه. پس میگوییم که لی این جار و مجرور خبر این نه مقدم هست. ثلاثو نگفتیم کو، ثلاثه گفتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه اسم این نه است. اسم این نه منصوب میشود آخرش را فتحه میمانیم. فهمها اهمیت بتید این چیز را. اسم این نه همه وقت آخرش فتحه میگیرد. ما گفتیم که این محمدن قائمون، محمدن گفتیم. پس در اینجا این لی ثلاثه میگیم برای اسم این نه است. اخواتین پس مضاف الیه هست. ثلاثه معدود است و عدد است و اخواتین معدود است. اخوات که مؤنث است، ثلاثه برای خاطر مذکر آمده است. این موضوع درس‌های گذشته‌مان هست. پس این چیز را بسیار اهمیت بدید، در ذهنتون داشته باشید و با دقت باشید این چیزها را. اصل کلمه باید میشید که این ثلاث اخوات لی، اصلا باید این طور میشد، لیکن در اینجا ما خبر مقدم کردیم و اسم مؤخر کردیم. خبر این را پیش آوردیم و اسم این را پس بردیم. بلال میگوید که امسلماتون هن، یعنی که آیا اونها مسلمان هستند؟ امسلماتون هن یعنی که آیا اونها مسلمان هستند؟ خواهرهاش پرسیده. هشام جواب میتید، میگوید که نعم هن مسلماتون، میگوید بله اونها مسلمان هستند. نعم بله هن مسلماتون، آنها مسلمان هستند. و الحمدلله یعنی که حمد و ثنا الله را، یعنی که سپاس الله را میگوید که اونها مسلمان شده است، اسلام قبول کرده هستند. الله سبحانه و تعالی همه کافرها را هدایت کند که اسلام قبول کنند و مسلمان شوند، مسلمان واقعی. و الله در دل مسلمان ها هم بدازد که مسلمان واقعی شوند، نه مسلمان لفظی و مسلمان زبانی، مسلمان واقعی شوند. آمین یا رب. پس این بود حوار. پس میگذاریم بعد تمرین ها. تمرین ها بسیار مهم هست. این حوار چند بارها اول بخونید تا اینکه در ذهنتون بشیند، بعد تمرین ها را بخونید جواب بدید. اکنون تمرین ها را باید جواب بدید. تمارین و تمرین ها. آیا جایز است که تمارینون بگیم؟ نه جایز نیست. برای چی؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. علت غیر منصرف بودنش چی است؟ صیغه منتهی الجموع. خلاصه اینها را در یادتون بیارید. یکم اجب عن الاسئله الاتیه، میگه که جواب بده تو از سوال های می آمدگی. در پایان 3 تا سوال میتید، این سوال ها را باید جواب بدی. اگر زن بگی میگی اجیبی عن الاسئله الاتیه، یعنی جواب بده تو زن از سوال های می آمدگی. اگر مرد را گفتی میگی اجیب، جواب بده تو مرد یا بچه. سوال یکم من این هشامون، میگه که هشام از کجا است؟ جواب بدید که هشام از کجا است. بالا را که خوندید همجا چیزی که بود همون را جواب بدید. مثلا اگر از امریکا باشه بگید که من الامریکا، از نیویورک باشه بگید که من نیویورک، یا که از کجایی که باشه هو بگید، یعنی هو ضمیر بیارید. وی رقم 2 من ای مدینه هو، از کدام شهر است وی؟ من ای مدینه هو یعنی که از کدام شهر است. من از ای کدام، مدینه شهر، هو وی. من ای مدینه هو یعنی از کدام شهر است وی؟ پس در جواب بگید که هو من نیویورک، یعنی وی از نیویورک است. یا که در بالا چیزی که خونده بودیم از واشنگتن بود، از نیویورک بود، از کجایی که بود را بگویید. رقم 3 کم اختن له، یعنی چند خواهر دارد. کم اختن یعنی چند خواهر، له دارد وی. کم اختن له یعنی چند خواهر دارد وی. چند خواهر داشت؟ 3 تا بود، 5 تا بود، چند تا بود را بگویید که چند تا خواهر دارد. این بود تمرین رقم 1. میگذاریم بعد تمرین رقم 2. در تمرین رقم 2 میگه ضع هذه العلامه صح امام الجمل الصحيحه و هذه العلامه خطا امام الجمل التي ليست صحيحه. ليست صحيحه. برای چی صحیحه گفتیم؟ به خاطر اینکه خبر لیست است. لیست خبرش است. میگه که ضع بگذار هذه العلامه، همین علامت را، علامتی صح را، یعنی که صحیح بمون، پتیچکا بمون که صحیح است. امام الجمل صحیحتی، در پیش جمله های صحیح. در پایان 6 تا سوال میتید، 6 تا سوال میتید و این سوال ها را میگه درست جواب بده.
یعنی که در اولش فقط جواب همین است که علامت صحیح میمونی، علامت خطا، یعنی اکس میمونی یا که پتیشکا میمونی که بله صحیح. فقط همین قدر کار میکنی. در دفتر بکنید یا که در کتاب باشد در کتابتون بکنید. دفتر در خوبتر است اول بنویسید همین را تا که دستاتونم نویسنده عادت کند. میگه و هذه العلامه و این علامت رو در درون ببین اکس علامت خطا یعنی خطا بودن. علامت خطا بودن رو میگه بگذار امام الجمل التي ليست صحیحه، در پیش جمله هایی که آن جمله ها صحیح نیستند، جمله خطا باشند. در پایین سوال میتید، اگر سوالش صحیح باشد پتیشکا میمونه که بله صحیح است، اگر خطا باشد اکس میمونه که نه خطا است. فهمو؟ و در اینجا یک چیز را براتون یادداشت بکنم. لیست گفتیم همه وقت اسم و خبر میگیرد، اسمش مرفوع میکند، خبرش منصوب میکند. یادتون هست برای موضوع درس ما و شما هست. لیست معلوم شد که اسم و خبر میگرفته. اسمش در کجا است؟ لیست اسمش ضمیر هست. لیست هی یعنی اسمش ضمیر هست. و صحیحتن چی است؟ صحیحتن خبری لیست است. برای خاطر صحیحتن میگیم. صحیحتون بگیم خطا است. صحیحتن میگیم. بگم برای چی صحیحتن میگویی؟ میگم به خاطر اونه که صحیحتن خبری لیست است. خبری لیست همه وقت یعنی کانه و اخواتش خبرش همون 13 فعلی که گفتیم همه وقت خبر اینها منصوب می شود. همه وقت در ذهنتون داشته باشید. لیست صحیحتون خطای، لیست صحیحتین خطای، لیست صحیحتن صحیح هستی. بگن برای چی؟ میگوید به خاطر اونه که صحیحتن خبری لیست است. خبری لیست منصوب می شود، آخرش فتحه میگیرد. فهمو؟ انا اکنون میگذاریم به سوال هایش. میگه که هشام من واشنگتن، میگه هشام از واشنگتن است. صحیح است یا خطا؟ اگر صحیح باشد پتیشکا بمونید، اگر خطا باشد اگر اکس بمونید. سوال دو، اخواته مسلماتون. اخواته مسلماتون یعنی که خواهرهایش مسلمان هستند. صحیح است یا خطا؟ اگر خواهرش مسلمان باشد پتیشکا بمونید، اگر خطا باشد اکس بمونید. اخواته برای چه اخواته گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا است. مبتدا همه وقت مرفوع می شود. اخواته مسلماتون برای چه مسلماتون گفتیم؟ به خاطر اینکه خبر هست. اهمیت بدید، یعنی حرکت در زبان عربی هر حرکتی را که می‌بینید بدونید که برای چی مونده استین. برای چه اخواته گفتی، اخواته نگفتی، اخواته نگفتی، برای چی؟ یعنی که باید بدونید این چیزا را. رقم 3 بناته لسن بمتزوجات یعنی که دخترهایش شوهردار نیست. دخترهای هشام گفته سای هشام میگه دخترهایش شوهردار نیست. صحیح است یا خطا؟ اگر دخترها شوهر داشته باشد بگید که خطا است. اگر دخترها شوهر نداشته باشد بگید که صحیح است، یعنی که پتیشکای صحیح را بمونید. بناته همچنین مبتدا است. لسنا همون لیسه است. لسنا یعنی که نیستن آنها. لیسه لیسه به معنای نیست، معناش نیست. لسنا نیستن آنها. بی متزوجات یعنی شوهردار. انیق شوهر کردگی نیست، برای بی درآمد نه. با حرف جاره در خبری لیس کانه و اخواتش که دارن برای توکید معنا می شود. رقم 4 ابناؤه طلابون یعنی که فرزندهایش دانشجو هستند. آیا هشام فرزنداش در بالا خواندیم، آیا فرزندای هشام طلبه بودن؟ اگر طلبه باشن بگوید که پتیشکا بمونید، بگو بله صحیح است، طلبه است، یعنی که دانشجو است. اگر دانشجو نباشد اگر علامت خطا بمونید، اکس بمونید، بگوید که نه این خطا است، یعنی که طلبه دانشجو نیست، فرزنداش دانشجو نیست. ابناؤه ببینید یک قاعده دیگر هم در اول درس ها گفتگی بدیم. در قسم یکم گفتیم که هر وقت واو دیده در بالاش همزه هست بدانید که فتحه داده می شود یا ماقبل دمه داده می شود و یا ماقبلش دمه هست. همین واو ببینید در بالاش همزه است، ابناؤه بخونید، ابناؤه نه، ابنائه نه، ابناؤه او. برای واو در بالاش اگر همزه که بیاد یا خود شفت همیتیم یا ماقبل شفت همیتیم، هر دو جهتش. اینجا ببین ماقبلش الف است فتحه دادش دمه می قسم زمه است فتحه نه زمه. ابناؤه خودی همزه را زمه میتیم یا ماقبلش از زمه میتیم. ماقبل درجه الف است زمه را قبول نمیکنه، چیکار میکنیم؟ پس خود چه دمه میتیم برای اینکه مبتدا است.
یعنی که غیر از اونه که مبتدا بودنش شما بدونید، همچنین این هم بدونید. ابناء اولا خودش مبتدا باید مرفوع شود، لیکن باید قاعده دیگر حسابی نوشتن. این نوشتن هم فهمیده می شود که باید مرفوع خونده شود. یعنی ابناء بگویش، نه ابناء یا ابنائی. ابناء طلابون، یعنی که فرزنداش دانشجو هستند. اگر خطا باشد علامت خطا، صحیح باشد علامت صحیح را بمونید. رقم 5 امه لیست بمسلمتین. امه لیست بمسلمتین، یعنی مادر هشام میگه مسلمان نیست. امو مبتدا است، برای خاطر امو میگه، امه نه، امیه نه، امه. برای چی؟ به خاطر که مبتدا است، مبتدا باید مرفوع باشد. امه یعنی مادر همون هشام، لیست از اخوات لیست است و او ته در کجا در آمد؟ لیست ته چی میکنه در اینجا؟ این ته علامت تانیث است، یعنی که آچه مادری هشام گفته چه، برای هم خاطر میگه که لیست. اگر مرد میشه میگم لیسه، زن که هست میگه لیست. این ته را گفتیم ته چی بود؟ این ته حرفی است، علامت است. این اسم نیست، ضمیر نیست، این علامت است. فرق است بین علامت و ضمیر، به خاطر که علامت حرف است، محل ندارد. ضمیر اسم است، محل دارد. اهمیت بدید این چیزها را. لیست یعنی که نیست، مادر همون هشام میگه بی مسلمت مسلمان. بیره ترجمه نمیکنیم. لیست بی مسلمت یعنی مسلمان نیست. بیره با تکرار میکنیم که به برای توکید معنا است و زائیده هست. پس اگر که صحیح باشد همین عبارت علامت صحیح را بمونید، اگر خطا باشد علامت خطا را بمونید. رقم 6 ابو مسلمین. نه ابو مسلمین یعنی پدر مسلمی، چی معنی ندارد. خب اینجا ابوهو به فکرم، یا انیق ابوهو است، یعنی پدری وی. ابوهو مسلمون یعنی پدری وی مسلمان هست. صحیح است، پدری هشام مسلمان بود. اگر مسلمان باشد صحیح بموند، اگر خطا باشد علامت خطا را بموند. در اینجا یک چیزی از درس گذشته یک چیز یادداشتتان بکنم. ما درس گذشته ذو خواندیم، گفتیم از اسماء خمسه است. ما اسماء خمسه را در درس گذشته گفتیم نه؟ ابوکا، اخوکا، حموکا، فوکا، ذو مالین. گفتیم اینها از اسماء خمسه است. پس انا همین ابو از اسماء خمسه که است، ما گفتیم از اسماء خمسه در محل رفع علامت رفعش واو می شود. ابو با واو نایستگی است، یعنی که در محل رفع است، یعنی مبتدا هست. ابو مبتدا است، هو بعد هو بنویسید. اگر در کتاب تو نباشد باشد خوب، نباشد هو بنویسید. ابو هو ضمیر هست، در محل جر مضاف الیه هست. فهما؟ ببینید ابو را در جایی که دیدید بدانید که از اسماء خمسه است. اگر که اضافه شدگی باشد به اسم ظاهر یا به ضمیر و مفرد باشد و مثنی و جمع نباشد. اگر این چیز را بسیار با دقت باشید و اهمیت بدید. این درس گذشته یا برای یادرس کردم، این برای یادرس درس گذشته بود. رقم 3 در رقم 3 میگه که تأمل ما یلی، یعنی اندیشه بکن چیزی که می آید. یعنی که در پایان بعض سوال ها را، بعض مثال ها را خودش کار میکند، میارد. همین را میگه تو فقط اهمیت بده، اهمیت بده که چی طور هست. به خاطر اینکه سوال بعدی نشه بعد خودت کار میکنی. میگه اینا برای خودت میگه فقط اهمیت بده که چی کار کرده سیم. خب میگه که حامدون طالبون، حامدون طالبون یعنی که حامد دانشجو است. حامدون مبتدا است، طالبون خبر هست. انا اکنون دویمش ببینید، میگه که روپروی همین حامد را ببینید، میگه که حامدون لیس بطالبین، حامدون لیس بطالبین. در بین لیس را در آورد نه؟ در اینجا گفت که حامدون طالبون، گفت حامد طلبه هست، دانشجو است. در دیگه میگه که حامدون لیس بطالبین، یعنی که حامد اصلا دانشجو نیست، لیس نیست، بطالبین اصلا دانشجو. بیره گفتیم برای توکید است، برای خاطر اصلا خوش میکنیم در ترجمه. حامدون لیس بطالبین یعنی حامد اصلا شاگرد نیست، اصلا دانشجو نیست. اهمیت بدید این چیز را. ببینید
حامدون در یکم هم مبتدا بود، در دویم هم مبتدا هست، هر دوش مبتدا هست. لیکن در یکم خبر در اینجا اسم مفرد بود، طالبون، این خبر مفرد میگن. لیکن لیس بطالبون، طالبی در اینجا غیر مفردش میگن. این را غیر مفرد چند نمود میشود؟ جمله فعلی، جمله اسمی، ظرف، جار و مجرور. اینها را خبر در محل خبر که اومد اینها را میگن خبری غیر مفرد. یعنی مفرد ببین در اینجا حامدون طالبون هست، حامد دانشجو است، طالبون این خبری مفرد شد. لیکن حامدون لیس بطالبین، در اینجا ده حامدون مبتدا است، لیس بطالبین خبر است. آیا خبری مفرد هست؟ نه، مفرد نیست. چی است؟ غیر مفرد. غیر مفرد. غیر مفرد چی است؟ گفتم 4 نمود است. غیر مفرد چی است؟ جمله فعلی هست. با میشود جمله اسمی می آید، با میشود جار و مجرور می آید، با میشود ظرف می آید. ان شاء الله که اینها آمد یک تکتا براتون میرسونیم، یادداشت میکنیم. ببینید بل لیسه را میگوید از اخوات کانه. ما گفتیم لیسه را در کجایی که دیدید اسم و خبرش را بکوبید. اسمش در کجا است؟ اسمش در تحتش ضمیر مستتر هست. لیسه هو، یعنی حامد. لیسه هو بطالبین، این طالبین، بطالبین این خبری لیسه است، لفظا مجرور است، محلا منصوب. اصلا باید میگفت که لیسه طالبان میگفت، لیکن برای توکید برکی آورده است، برای تاکید معنا، برای تاکید نفی. برای همین خاطر چه در اینجا محلا مجرور شد. این چیز اهمیت داره دیگه. در تا پایان همش انا همین طور اعراب کرده رفتنش میگیرید. الطلاب صغارون، یعنی که دانشجوها خرد هستند، مبتدا و خبر شد. الطلاب لیسوا بصغارین، یعنی که شاگردها نیستند خرد. ببینید در یکمش طلاب مبتدا، در دویمم طلاب مبتدا. در یکم صغارون خبر مفرد، در دویم لیسوا بصغارین خبر غیر مفرد، جمله فعلی است. یعنی لیس از اخوات کانه اسم و خبر میگیرد. اسمش در کجا است؟ اسمش نام واو، نام ضمیر است، واو جماعت همون اسمش است. الف چی است؟ الف فارقه. الف نامش بدونید، الف فارقه. بصغارین این خبری لیس است. و میگید که لیس بصغارین، لیسوا بصغارین جمله فعلی، میگید خبری طلاب، و این جمله چی است؟ غیری خبر، میگید غیری مفرد است، خبر غیر مفرد است. این را در ذهنتون داشته باشید. میگید آمینه طبیبتون. آمینه طبیبتون یعنی آمینه دکتر هست. آمینه مبتدا، طبیبتون خبر. در دیمش ببینید میگه که آمینه لیست بطبیبتین، یعنی که آمینه اصلا دکتر نیست، اصلا پزشک نیست. ببینید آمینه هر دوش در مبتدا است، لیکن در یکمش طبیبتون خبر مفرد اومده، در دویمش خبر چی ای؟ خبر غیر مفرده، جمله فعلی ای. لیست بطبیبتین. لیست اسمش در کجا است؟ لیست اسمش در کجا است؟ ضمیر مستتر است در تحتش. لیست هی، یعنی هی بطبیبتین خبری لیست. این را اهمیت بدید. لیست بطبیبتین که اصلا پزشک نیست، دکتر نیست. الفتیات متزوجاتون، یعنی الفتیات، فتیات جمعی فتات هست. فتات ما در کورس یکم خوانده بودیم، معنیش دختر، جوان دختر. الفتیات یعنی جوان دخترها، متزوجاتون یعنی شوهردار هستند. الفتیات متزوجاتون یعنی که جوان دخترها شوهردار هستند. الفتیات مبتدا است و متزوجاتون خبر هست. مبتدا مفرد است، مبتدا حتما مفرد می آید، و متزوجاتون این چی است؟ غیر مفرد است. مفرد است، این هم مفرد است. الفتیات لسن بمتزوجاتین. الفتیات لسن بمتزوجاتین. در اینجا ببینید میگه که جوان دخترها اصلا شوهر ندارن. جوان دخترها اصلا شوهر ندارن. اصلا گفتیم ما از کجا خوش کردیم؟ از بی زائده ای که به معنای توکید است، انا همون را اصلا همراه میکنه برای توکیدی نفی است. یعنی که لیس بمتزوجاتین یعنی تماما شوهر ندارن، اصلا شوهر ندارن. الفتیات مبتدا است، در یکمش خبرش مفرده، در دیمش خبرش چیه؟ لسن بمتزوجاتین جمله فعلی غیر مفرد است. لسن ما گفتیم لیس را در جایی که دیدیم باید فعل و باید اسم و خبرش بیاوریم. اسم لسن در کجا است؟ اونم نونه که میبینید ضمیر جمع مؤنث
این همین نون خودش اسم لیسه است. اسم لیسه خبرش متزوجات، به متزوجاتین خبرش است. بعدش میگه که انت کبیرون، تو کلان هستی. انت مبتدا است و کبیرون خبر. خبر در اینجا مفرده. انت لست بکبیرین، تو اصلا کلان نیستی. انت لست بکبیرین، تو اصلا کلان نیستی. انت در دیومش مبتدا هست، لست نیستی تو. لست از اخوات لیسه است. اسمش در کجا هسته؟ اونمون تایی که میبینید ضمیر، اونمون تا اسم لیسه است. در محل رفع میگید اسم لیسه. بکبیرین این خبری لیسه است. خبری لیسه. پس در اینجا انت مبتدا است، لست بکبیرین جمله فعلی خبر است. میگید که خبر غیر مفرد است. این را دایتون بگید. خبر بگید که مفرد است، غیر مفرد است. مفرد است، غیر مفرد. اگر که تنها باشد میگید مفرد است. اگر که جار و مجرور ظرف یا که جمله فعلی جمله اسمی باشد میگید که غیر مفرد است. انتم جدودون، شما نوها هستید. انتم جدودون، شما نو هستید. انتم مبتدا است و جدودون خبر. جدودون خبر در اینجا مفرد است. انتم لستم بجدودین، یعنی شما اصلا نو نیستید. شما اصلا نو نیستید. انتم مبتدا است، لستم از اخوات لیسه است. از اخوات لیسه. و توم اسم لیسه است. ما گفتیم که لیسه را در کجا کردیم؟ اسم و خبرش میکنیم. توم ضمیر هست، در محل رفع میگوید اسم لیسه. بجدودین خبری لیسه. اسم لیسه خبری لیسه. لستم بجدودین جمله فعلی خبری انتم میشود. مبتدا را خبرش میشود و در اینجا خبر چی است؟ غیر مفرد. انتی فقیرتون، تو کمبغل هستی. تو زن کمبغل هستی. انتی مبتدا است و فقیرتون خبر. خبر در اینجا مفرد هست. انتی لستی بفقیرتین، تو اصلا کمبغل نیستی. تو تماما کمبغل نیستی. ببینید انتی مبتدا است، لستی از اخوات لیسه است. ما گفتیم لیسه اسم و خبر طلب میکند. اسمش در کجا است؟ اسمش نمون تی که میبینید تی، اونمون تی ضمیر هست. این حرف نیست، این علامت نیست، این ضمیر است، اسم است. در این لستی دو کلمه است، یا تا نیست. نیستی تو دو کلمه است. و میگوید تا ضمیری مؤنث مخاطب، این چی است؟ در محل رفع خبر لیسه است و بفقیرتین اسم لیسه است و بفقیرتین خبری لیسه است. این را در ذهنتون داشته باشید. پس میگید که در اینجا لست بفقیرتین جمله فعلی خبر انتی و خبر غیر مفرد است. انتن مجتهداتون، یعنی که شما کوشش کننده زنها هستید. انتن مجتهداتون، یعنی که شما زنها کوشش کننده ها هستید. انتن مبتدا، مجتهداتون خبر. خبر در اینجا مفرد است. انتن لستن بمجتهداتین، یعنی که شما اصلا کوشش کننده نیستید. شما زنها اصلا کوشش کننده نیستید. انتن در درون قوس مبتدا است و لستن از اخوات لیسه است. لیسه. و تن که میبینید ضمیر هست، در محل رفع اسم لیسه است. بمجتهداتین خبری لیسه است. انا مدرسون، میگه که من مدرس هستم. انا مبتدا است و مدرسون خبر. خبر مفرد است. انا لست بمدرسین. انا لست بمدرسین، میگه که من اصلا مدرس نیستم. انا لست بمدرسین یعنی که من اصلا مدرس نیستم. ببینید لستو از اخوات لیسه است و تو ضمیر هست، اسم لیسه است. به مدرسین خبری لیسه است. بعد میگوید که خبر در اینجا غیر مفرد است. جمله فعلی غیر مفرد است. نحن طلابون، ما دانشجو هستیم. نحن مبتدا است و طلابون خبر. خبر در اینجا مفرد است. نحن لسنا بطلابین، میگه که ما اصلا طلبه نیستیم، اصلا دانشجو نیستیم. نحن ما مبتدا، لسنا از اخوات لیسه.
نا ضمیر های اسمی لیسه می شود. به طلابین خبری لیسه می شود. جار و مجرور، جار یکی بیر حرف زایده میگیریم و طلابین محلا مجرور میگیریم و لفظا منصوب میگیریم. خبری لیسه. پس میگه در اینجا خبر غیر مفرده. انا اکنون در این درس ما و شما چی را یاد گرفتیم؟ خبر مفرد است یا غیر مفرد. یعنی در همین تمرین خبر مفرد است و غیر مفرد است. فهمو این چیزا یادتون داشته باشید. و این عباره هایی که حاضر خوانده میشه یک بار دیگر یکم قسمش نه، قسم دیمش یک بار میخونیم. به که در اولشون هست کو بی طالبین، مثلا بی صغارین، بی طبیبتین، همین به را میگیریم برای توکید معنا هست کو همون به را میگیریم، خالی به خونده رفتن میگیریم. چی طور میخونیم؟ چا یا دفتر بگیرید بنویسید به همون به را نمونید. مثلا بگید که حامدون لیس طالبا، به را نگوید لیس طالبا، حامد طلبه نیست. اطلاب لیسو صغارن، یعنی که طلبه ها، یعنی که اهمیت بتید که چی طور است. به را میگیریم بعد چی طور میشه. این اگر که دونستید در کی جایی که به نیومد میدونید که چی بخونید. چا به باشد آسانه، به حرف جاره کسرش میتی میروه، محلش ندونه چی گم نداره میگذره. لیکن اگر که به نباشد دیگر مشکل است، منصوب بخونیش، مرفوع بخونیش، مجرور بخونیش. برای خاطر اهمیت بتید به را ما تا آخر به را میگیریم، حرف به را اولاشون میگیریم. میگه الطلاب لیسوا صغارن، صغارن خبر لیسه، خبر لیسه همه وقت منصوب میشود. آمینتو لیست بطبیبتین، میگیم که بیرم میگیریم، میگیم که آمینتو لیست طبیبتن، یعنی که آمینه پزشک نیست. الفتیات لیسه، الفتیات لسن متزوجاتین، اینجا تین نیستند. بیرم بگیریم هم تین میگیم، بیرم بمونیم هم تین میگیم. برای چی؟ به خاطر اینه که جمع مؤنث سالم محل نصبش کسره میشود. فهمو؟ متزوجاتن نمی آید، در یگان جا متزوجاتن نیست، محل جرش محل نصبش به کسره متزوجاتین. اگر به هم باشه متزوجاتین میگیم، اگر به هم بگیریم متزوجاتین میگیم. این یک فایده دیگر در یادتون داشته باشید. یعنی که جمع مؤنث سالم هیچگاه فتحه را قبول نمی کند، هیچگاه در یگان صورت فتحه را قبول نمی کند. ای فتحه قباب است. انت لست کبیرن، انت لست کبیرن، یعنی تو کلان نیستی. کبیرن میگه برای خبر لیسه. انتم لستم جدودن، جدودن میگه برای خبر لیسه. خبر لیسه همه وقت منصوب میشود. انتی لستی فقیرتن میگیم خبر لیسه. انتن لستن مجتهداتین میگیم ایشب. اگر به هم باشه بی مجتهداتین، نباشه مجتهداتین میگیم. برای چی؟ به خاطر اینکه مجتهداتین جمع مؤنث سالم هست. جمع مؤنث سالم ما گفتیم سه نمود جمع داریم، جمع تکسیر داریم، جمع مؤنث سالم داریم، جمع مذکر سالم داریم. این جمع مؤنث سالم هست. مجتهداتین جمع مؤنث سالم هست. مؤنث سالم گفتیم ای فتح قبابای، فتح را قبول نمیکنه. مجتهدات هیچ محل نمی آید، یگان صورت فتح را قبول نمیکند. بعدش میگه انا لستو مدرسن، باید مدرسن بنویسیم. اگر برکی گفتیم مدرسن برای خبر لیسه. نحن لسنا طلابن، یعنی که ما طلبه نیستیم. طلابن میگیم برای چی؟ برای خبر لیسه. این را هر دینمو چه بنویسید در دفتر و کار کنید و خودتون بمانید بیره و بیره بگیرید و خودتون سوال بتید و خودتون درس بگوید. خودتون هر کسی که میخواید عربی را خوب یاد بگیرید، خودتون درس بگویید. این بود تمرین رقم 3. میگذاریم به تمرین رقم 4. در تمرین رقم 4 چی میگوید؟ در تمرین رقم 4 میگوید که ادخل لیس علی الجمل الاتیه، میگوید که داخل کن لیس را بر جمله های میامدگی. جمله هایی که در پایین میاد میگه لیس را همراه کن. اون الفی که در ال میبینید که او الف اصلا باید قوس میشد، این طرف قوس. در این اگر کسی در کتابتون درست باشه خلاص. اما کسی که ای پروگرام نگاه کرده سین باید اصلا اونجا قوس میشد که قوس نشده الف اومده خطا شده است. اون با نخونید که ادخل الیسا، الیسا نه، ادخل لیسا، لیسا اون قوس است، یا طرف قوس است این الف. علی الجمل الاتیه یعنی بر جمله های می اومدگی. در همین جمله هایی که در پایان میاره برای ما 7 جمله میارد. در این 7 جمله باید ما چیکار کنیم؟
باید لیسه را بدروریم. این مبتدا و خبر هست. لیسه را باید بدروریم و لیسه را باید چخل بدروریم. در کجاش بدروریم؟ انا اکنون در اینجا چکار میکنیم؟ کار میکنیم اکنون. در دفتر می نویسید چند نمود. ببینید یکی میگه الباب مغلقون، در محکم هست. الباب مغلقون در محکم هست. الباب مبتدا است، مغلقون خبر هست. الباب مغلقون یعنی که در بسته است، محکم هست. انا اکل لیسه را داریم میدروریم. باید بگیم که در محکم نیست. چی طور میگویم؟ میگویم که لیسه البابو مغلقن. این یکم نمودش. اهمیت بتید چند نمود میشود. لیسه البابو مغلقن یعنی که در محکم نیست. دوم نمودش لیسه البابو بمغلقین. بی میمونیم در اولش. بمغلقین یعنی که در اصلا محکم نیست. دو تشید همین طور نه. سیمش میمونیم. اول البابو را میاریم، بعد لیسه را میمونیم. البابو لیسه مغلقن یعنی که در محکم نیست. این سیم نمودش. چهارم نمودش البابو لیسه بمغلقین یعنی که در محکم نیست، اصلا محکم نیست. فهمیدید اکنون 4 نمود این را نوشته می شود. اصلا یک نمود چه بنویسید می شود، لیکن شما 4 نمود بنویسید برای یادگیری. البابو یعنی که در اول دو بار لیسه را در اول بمونید. لیس البابو مغلقن. باز لیسه را در اول بمونید. لیس البابو بمغلقین. بعد با لیسه را در بین بمونید. البابو در جای خودش بیستد و بعد البابو لیسه را بمونید. بگید که البابو لیسه مغلقن. باز بنویسید که البابو لیسه بمغلقین. 4 نمود. این 4 نمود را بنویسید. این ریاکتش اعراب میکنیم. پایانش فقط میریم و اعرابش شما خودتون بگید. البابو مبتدا است، مغلقون خبر هست. لیسه البابو مغلقن. لیسه میگیم که از اخواتی کانه است. البابو اسم لیسه است، مغلقن خبری لیسه است. فهمو؟ یا که الباب لیسه البابو بمغلقین. لیسه از اخوات کانه است. البابو اسم لیسه است. بمغلقین بی حرف زایده است. مغلقین لفظا مجرور، محلا منصوب است به خاطر اینکه خبری لیسه است. فهمو؟ اعرابش همه تا پایان اعرابش الان خیلی میشود. اهمیت بتید. فقط همیشه اعراب میکنم خلاص، پایانش اعراب نمیکنم. پایانش فقط میگم خلاص. و دوم نموده که مینویسیم البابو لیسه مغلقن. البابو مبتدا است، لیسه از اخوات کانه است و مغلقن لیسه اسمش ضمیر هست، هو برمیگردد به باب در. لیسه هو مغلقن خبری لیسه است. فهمو؟ خبری لیسه می شود. یا که البابو لیسه هو لیسه بمغلقین. البابو مبتدا است، لیسه از اخوات کانه است. لیسه از اخوات کانه است، اسمش ضمیر هست، ضمیر در تحتش است. لیسه هو یعنی بمغلقین لفظا مجرور هست، محلا منصوب است به خاطر خبری لیسه بودن. فهمو؟ انا می طور میگوید و ترجمه میکنید. فهمو؟ و اعراب میکنید همچنین. اگر میخواید عربی را خوب یاد بگیرید همین کارا میکنید. و بعد در اینجا میشه بگویید که البابو مبتدا است و مغلقون خبر مفرد است. لیسه البابو مغلقن در اینجا دیگر مفرد و غیر مفرد در کار نیست. مودا یک میشه بگیم خبر لیسه مفرد است. و لیسه اگر که البابو لیسه که گفتیم در این صورت میگیم که خبر در اینجا لیسه مغلقن خبر چی است؟ غیر مفرد است. همیشه تکرار کنید خبر مفرد است یا غیر مفرد. انا اکنون میگذاریم به قسم دیگه‌اش. الماء باردون، آب خنک است. می نویسید که لیس الماء باردن، آب خنک نیست. لیس الماء بباردین، اصلا آب خنک نیست. فهمو؟ دو نمود چید؟ سیمش الماء باردن. الماء لیس باردن، آب خنک نیست. الماء لیس بباردین، آب اصلا خنک نیست. 4 نمود بخونید و ترجمه کنید و اعرابش کنید. رقمی
سه هشام مریض، هشام بیمار هست. لیس هشام مریضا، هشام اصلا هشام کسل نیست. لیس هشام بمریض، اصلا هشام کسل نیست. هشام لیس مریضا، هشام بیمار نیست. هشام لیس بمریض، هشام اصلا بیمار نیست. 4 نمود بنویسید و اعرابش هم بگویید. رنگ هم در بالا گفتم، این گمونه دیگه فرق نمیکند، خودتون بگویید. رقمی 4 ابی نائمون، پدر من خواب است. لیس ابی نائمون، پدر من خواب نیست. لیس ابی بنائم، اصلا پدر من خواب نیست. 2 نمود چیده؟ سیمش ابی لیس نائما، پدر من خواب نیست. ابی لیس بنائم، پدر من اصلا خواب نیست. 4 نمود بنویسید و اعرابش کنید. رقمی 5 الدرس صعب، یعنی که درس قند است. مبتدا و خبر، الدرس مبتدا صعب خبر. الدرس صعب، درس قند هست. لیس الدرس صعبا، درس اصلا قند نیست، درس قند نیست. لیس الدرس بصعب، درس اصلا قند نیست، اصلا صعب نیست. 2 نمود الدرس لیس صعبا، یعنی که درس قند نیست. الدرس لیس بصعب، درس اصلا قند نیست. ببینید 4 نمود. رقم 6 المسجد قریب، یعنی که مسجد نزدیک است. انا اکنون لیس را میمونیم در اولشون، 2 بار در اولش میمونیم. لیس المسجد قریبا، منصوب میخونه برای خبر لیس. لیس المسجد قریبا، یعنی که مسجد نزدیک نیست. لیس المسجد بقریبین، یعنی که مسجد اصلا قریب نیست. 2 نمود و 3 نمودش المسجد لیس قریبا، مسجد نزدیک نیست. المسجد لیس بقریبین، مسجد اصلا قریب نیست. الله اکبر. زبان عربی روی خیلی بای هست از تلفظ کردن و گفتن. و معناش ببین یک حرف چی قدر معنی را دیگرگون کرده سه. بی یعنی بی، توکید معنا، توکید نفی. رقمی در همه جا توکید نفی نیست. اگر در اول نفی دارم توکید نفی می شود. در اول اگر نفی نباشد پس توکید نفی نمی شود، توکید فعل می شود. فهمو؟ همه جا دبو نگید که توکید نفی است. اگر در اول نفی دارم توکید نفی می شود، یعنی که لیس دارم توکید نفی می شود. لیکن کونه بدره چی؟ نه، توکید نفی نمی شود. خب رقمی 7 الطفل جوعان، یعنی که طفل یعنی کودک گرسنه است. جوان گرسنه، گشنه میگیم ما شما، گرسنه. جوعانو غیر منصرف است، برام خاطر آخرش تنوین قبول نمیکند، اهمیت بدید. و کسره هم قبول نمیکند، اینش هم اهمیت بدید. الطفل جوعان، جوعانو یعنی که کودک گرسنه است. اکنون لیس را میداره میگیم که لیس الطفل جوعان، جوعانن نمیگیم، تنوین قبول نمیکند گفتیم کو، پس جوعانن نمیگیم. الطفل جوعان، لیس الطفل جوعان، یعنی که کودک گرسنه نیست. یا در اولش حرف جار هم بداریم چی میگیم؟ لیس الطفل بجوعان، نی میگیم؟ نه نی نمیگیم. برای چی؟ به خاطر آنه که جوعان غیر منصرف است. غیر منصرف کسره را قبول نمیکند. بجوعان نمیگیم همچنین. اهمیت بدید این را. الطفل در اول لیس را میمونه میگیم که لیس الطفل جوعان، یک نمود چید؟ لیس الطفل بجوعان، 2 نمود چید؟ و سیمش الطفل لیس جوعان، 3 و 4 نمودش الطفل لیس بجوعان. فهمو؟ اهمیت بدید و بنویسید. و غیر منصرف در که جایی که اومد خبر لیسه بدونید که تنوین قبول نمیکنه. اگر مضاف شود خیلی قبول میکند.
تنوین نه کسره را اگر مضاف شود کسره را قبول میکند. این بود تمرین رقمی 5. رقم 4 میگذاریم به تمرین رقم 5. در تمرین رقم 5 میگه که اقرا المثالین، میگه که دو مثال رو بخون. ثم ادخل لیس علی الجمل الاتیه، بعد میگه لیس را بر جمله های بعدیش بیار، میگه بنویس. ثم ادخل یعنی داخل کن تو، ادخل فعل امر هست، ثم ادخل داخل کن تو لیس را بر جمله های می اومدگی. اول ببینید دو مثال خودش کار میکند، بعد در پایان 11 مثال دیگر میارد که باید خودمون کارش کنیم. دو مثال نه که خودش کار میکند. میگه که هو تاجرون، هو مبتدا است و تاجرون خبر. هو مبتدا است، تاجرون خبر، یعنی که وای بیزنسمن هست. هو لیس بتاجرین، وای بیزنسمن نیست. هو لیس بتاجرین، وای بیزنسمن نیست، اصلا بیزنسمن نیست. این یکم سوالش خودش کار کرده. دیمش که هو من الیابانی، وای از یابانیا است. هو لیس من الیابانی، یعنی که وای اصلا وای از یابانیا نیست، وای از یابانیا نیست. انا اکنون در بالا خودش یک تر کار کرده است، گفته است که لیس را بعدی خبر بیار، میگه پیش خبر نیار، خبر در جاش بیستد. لیس را بعدی خبر بیار و دو نمود چه شما خودتون بیارید. یه نمود آوردگی بی تاجرین، گفتگی خلاص. اکنون می شود که بی تاجرین خودتون بیارید، بگید که لیس هو تاجرن، یعنی که هو لیس تاجرن، هو لیس تاجرن، بیره بگیره تاجرن می شود، بیره موندید بی تاجرین می شود. در بالا کار کردیم که رقمی تمرین 14 رنگ همون برای انا که شما خودتون کار کنید. باید السیارة جمیلتون، ماشین زیبا است، ماشین زیبا است. السیارة مبتدا است و جمیلون خبر. مبتدا در جای خودش می ایستد، پیش ای خبر، یعنی در بین مبتدا و خبر لیس را باید ما بدراریم. میگم که السیارة لیست، در آخرش ت میمونیم. برای چی؟ برای سیاره مؤنث است، در آخرش باید ت میمونیم. السیارة لیست، الطیارة لیست جمیلتن، یک نمود. دویم نمودش السیارة لیست بجمیلتین، یعنی که ماشین اصلا زیبا نیست. این دو نمود نوشته میشه. این حالا دو نمودی می نویسید، برای در اولش نمیمونید، بعدی مبتدا میمونید، یعنی که خبر میکنید لیس را. در اینجا همش خبرشون مفرد ای، باید خبر همین شما غیر مفرد کنید، خبر غیر مفرد کنید. رقم 2 انا غنیون، من بای هستم. پس لیس را بعد انا میداریم، میگیم که انا لستو، تو را میاریم، لیسای خالی نمیگیم. انا لستو غنیان، یعنی که من بای نیستم، یک نمودش. دیم نمودش انا لستو بغنیین، یعنی که من اصلا بای نیستم. بنویسید و ترجمه کنید. رقم 3 انت فقیرون، تو کمبغل هستی. مبتدا و خبر. انا اکنون لیس را بعد خبر میاریم، بعد انت. انت لیست، لست تا، انت لست، لست فقیرن، یعنی تو کمبغل نیستی. انت لست فقیرن، تو کمبغل نیستی. انت لست بفقیرین، تو اصلا کمبغل نیستی. اینا بنویسید، اعرابش آسان است، اعرابش اختم بکنید. رقم 4 هی من العراقی، وی از عراق هست. پس میگوید که هی لیس، لیست برای هی مؤنث است، لیست آخرش در تی تانیث بمونید. هی لیست من العراقی، یعنی وی از عراق نیست. این یه نمود می شود. من در حرف جر در اولش درآمد یه نمود می شود، فهمو؟ اگر نداره دو نمود می شود. یعنی که اگر که خبر مفرد باشد دو نمود میگیم، اگر خبر غیر مفرد باشد، در خبر غیر مفرده، هی مبتدا است و من العراقی جار مجرور خبره، خبر غیر مفرده، در اینجا بیره نمیداریم، فهمو؟ رقم 5 نحن اذکیاء، ما زیرک ها هستیم. اذکیا زیرک ها. اذکیا تنوین قبول نمیکند آخرش، برای چی؟ برای غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ در آخرش الف ممدوده زائده دارد. بعد لیس را بعدی نحنو میمونه، میگیم که نحنو لسنا، نا ضمیر میمونیم بعدش. نحنو لسنا اذکیاء،
میمونه، برای مفعول برای خبر لیس منصوب میشه و فتحه میشه آخرش. تنوین نمیتیم از کیو ان نمیگیم، برای تنوین قبول نمیکند، غیر منصرف است. یکم نمودش. دیم نمودش نحن لسنا بازکیا، به حرف جره نیک از کیا را کسره نمیکنیم، برای غیر منصرف است. فهمو؟ این را در ذهنتون داشته باشید. رقم 6 هو عزب. هو عزب یعنی که وای مجرد هست. مجرد چی است؟ یعنی بیزن، بچه بیزن. هو عزب وای بیزن هست. مبتدا و خبر شد. انا اکنون لیس را بعد خبر میاره، بعد مبتدا میاره، میگیم که هو لیس، لیس، لیست، لیستی، لیستو نمیگیم، لستو ایتری نه، لیست. هی لی نه، هو لیس، هو لیس عزبا. عزبا میگه برای خبر لیس شوه، خبر لیس منصوب میشوه. هو لیس عزبا یکم نمودش. دیم نمودش هو لیس بعزبین. هو لیس بعزبین یعنی که وای اصلا زن ندارد. رقمی 7 المدرسون فی الفصول، یعنی که استادها در صنف ها هستند. استادها در صنف ها هستند. اکنون لیس را بعد مدرسون میاره، میگیم که المدرسون لیسو فی الفصل، یعنی که مدرس ها، استادها نیستند در صنف. در این جمع یک نمود میاریم، دو تا آورده نمیشد. برای چی؟ برای خبر غیر مفرد. خبر غیر مفرد چی؟ یک نمود میاریم، دو نمود آوردهش نمیتونیم. المدرسون لیسو در آخرش واو میمونیم، ضمیر جمع مذکر میمونیم، بعد واو الف می‌نویسیم، الف فارقه. المدرسون لیسو فی الفصول، یعنی که استادها نیستند در صنف، در صنف ها. این یه نمود نوشته می شود. نهم انتم کبارون، شما کلان هستید، شما کلان ها هستید. لیس را در بین در آورده، میگیم که انتم لستم، تم ضمیر میاریم در لیس همراه میکنیم. انتم لستم کبارن، کبارن میگیم برای خبر لیس شود. انتم لستم کبارن، شما کلان نیستید، یک نمود. دویم نمودش انتم لستم بکبارین، شما اصلا کلان نیستید. انتم لستم بکبارین، شما اصلا کلان نیستید. رقمی 10 الطالبات فی المکتبه، یعنی که دانشجو دخترها در کتابخانه هستند. در اینجا میگیم که الطالبات لسنا، نه در آخرش ضمیری جمعی مؤنثی غایب میاریم. الطلاب لسنا فی المکتبه، الطلاب لسنا فی المکتبه، یعنی که طالب دخترها، دانشجو دخترها نیستند در کتابخانه. در اینجا نمود میاریم، دو نمود آورده نمیشد. برای چی؟ برای اینکه خبر غیر مفرده. خبر غیر مفرد کشید در اولش با حرف جاره را داخل کرده نمیتونیم، یه نمود میاریم. رقم 11 انتن طالبات جدد، انتن طالبات جدد، یعنی شما زنها، شما جوان دخترها دانشجوهای نو هستید. شما زنها دانشجو دخترهای نو هستید. ببینید اگر در اینجا بیاریم میگیم که اولا اعرابش کنیم، برای اینجا در سه تا آوردگی است، بعضی فکر کنن که این غیر مفرد است، لیکن در اینجا مفرد است. انتون مبتدا، طالباتون خبر مفرده، جدودون صفت طالبات است. فهمو؟ اهمیت بدید این چیز را. جدودون صفت طالبات است. بعد در اینجا خبر مفرده، غیر مفرد نمیگین، اینا مفردش میگه. برای جدود صفت، صفت طالبات است. پس لیس را که در آورده میگه که انتن لسنا طالبات، لسنا طالباتن، طالباتین تنوین قبول، فتح را قبول نمیکند. طالباتین جدودین میگه، طالباتین جدودین یک نمود، یعنی که شما طلبه های نو نیستید. دویم نمودش انتن لس، در اول گفتم لسنا، لسنا نه، لستن، لستن. انتن لستن طالبات، طالباتین جدودن،
طالباتین جدودن میگیم. بله طالباتین جدودین نه، طالباتین جدودن. جدودن طالباتین برای چی کسره گرفت صفتش جدودن شد؟ به خاطر آنه که طالباتین فتحه را قبول نمیکند لیکن در محل نصب است، برای هم خاطر طالباتین میگیم و صفت جدودن میگیم، به خاطر آنه که اصل باید طالباتن باشد لیکن فتحه را قبول که نمیکند، برای همون کسرش میتیم. این را دیاتون بگیرید، اینجا هم نازکی دارد. نمود دیمش انتون نه لستون نه بی طالباتین جدودین. انا بی طالباتین که گفتیم جدودین میگیم، بعد کسره میتیم. اما بی را که نموندیم طالباتین میگیم لیکن جدودن میگیم. برای طالباتین جای معنی سالم ای فتحه را قبول نمیکنه لیکن در محل فتحه. و جدودین جدودن نه رنگی چی بری کسرش نمیتیم، فتحش میتیم. فهمو؟ فتحه میتیم به خاطر اونه که محل این محل نصبه، جدودن میگیم. این را چند بارها بنویسید، در ذهنتون بگیرید این چیز را. این بود تمرین رقمی 5. میگذاریم بعد تمرین رقمی 6. در تمرین رقمی 6 میگوید که اجب عن الاسئله الاتیه بالنفی مستعملا لیس. میگوید که جواب بده از سوال های می اومدگی با نفی کردن در حال بودنت استفاده برنده لیس را. یعنی که در اینجا سوال میتید تو باید لیس قطی جوابی نبتی، جوابی نبگوی. لیس قطی لیکن لا قطی نمیگوی، لیس قطی میگوی. فهمو؟ لیس قطی. برای لیس و مثل همون لا معنی نفی دارد. لا نه، لیس هم نه. فهمو؟ لیکن بعض فرقیت ها در بینشون هستند، اما معنی به تاجیکی هر دوش نمیشود. برای خودت میگه اینه که جواب نفی بده لیکن با لیس نفی، با لا قطی نه، با لیس قطی. انا اکنون میگذاریم در سوالش. یکم مهندسون ابوکا، یعنی که آیا انجینیر است پدری تو؟ در جواب باید تو بگویی که لا، یعنی لا را اول بیار، بعدی بعد ضمیر بیار. لا هو بگو، لا هو لیس مهندسن یا لیس مهندسین، هرش جایز است. لا هو لیس مهندسن یا بگو که لا هو لیس بمهندسین. ولی اول عدد قطع بمونیم چند نمود می شود اینجا. یکم نمودش بنویسید که در جواب بگوید که لا ابی لیس مهندسن، یک نمود درست نوشتن. دیم نمود لا ابی لیس بمهندسین، دو نمود چید نه، دو نمود جواب میتید می نویسید. و نمود سیمش لا ابی نمیگید هو میگید، ضمیر میمونید، ضمیر در جوش میمونید، ضمیر موافق. اب پدر که پدر مرد که است هو را میگید، زن که باشد هی میگید، دو کس باشد هما میگوید، جمع باشد هم میگوید، زن مرد ها باشد زن ها باشد هن نمیگوید، ضمیر موافق میمونید. ابو که پس میگید که لا هو لیس مهندسن یا میگید که لا هو لیس بمهندسین. چهار نمود جواب داده می شود و شما میتونید که 4 نمود بنویسید و در ذهنتون بگیرید. و اعرابشون معلوم است، دیگر احتیاج به اعراب نداریم و اعرابشون خیلی آسان است. اگر درس گذشته را تا اینجا فهمیده باشید این دیگه خودتون اعراب کرده میتوانید. رقم 2 امدرستون امک، میگه که آیا استاذه هست مادری تو؟ امدرستون امک، آیا استاذه هست مادری تو؟ و در جواب میگه که لا. و یک چیز دیگر فراموش کردم، درس گذشته ما گفتیم که حرف استفهام میشود، همزه استفهام میشود و استفهام برای تسویه یا برای تعیین میشود. همینجا در حضور آمده سی همین حرف استفهام است یا که همزه استفهام است یا که همزه استفهام برای تسویه است. کدامش است؟ درس گذشته یادتون هست این حرف استفهام است، استفهام برای تسویه نیست. استفهام برای تسویه گفتیم لا قطع جواب نمیتیم، لیکن استفهام باشد اگر حتما لا قطع جواب میتیم، بعد با خودمون پرش میکنیم. فهمو؟ برای خاطر در بالا گفتیم که لا ابی لیس مهندسن، گفتیم لا را گفتیم. در دویم میگیم که ام مدرستون امک، یعنی که آیا
استاذه است مادر تو، در اول میگیم که لا، اول لا میگیم، بعد میگیم که امی لیست، امی لیست مدرستن. یکم نمود. دویم نمودش لا امی لیست بمدرستین. دویم نمودش. سوم نمودش لا هی، ضمیر قطعی میگیم، هی لیست مدرستن. و چهارم نمودش لا هی لیست بمدرستین. چهار نمود. و ترجمهش معلوم است، یعنی که هی وی لیست بمدرستین اصلا مدرسه نیست، یا که لیست مدرستن یعنی که استاذه نیست. رقمی 3 الطلاب اخوتک، الطلاب اخوتک یعنی که آیا دانشجو است برادران تو؟ آیا دانشجو است برادران تو؟ میگوید که لا، نه. اخوتی، اخوتی یعنی برادران من. لا اخوتی لیسو، اخوتی لیسو طلابا. یک نمود. دویم نمودش یعنی که برادر من طلبه نیست. معنای همش به تاجیکی یک است، فقط نوشتنش اهمیت بده چطور است، یعنی که چند نمود جواب داده میتونیم. دویم نمودش لا اخوتی لیسو بطلاب. دویم نمودش. سوم نمودش لا اخوتی لیس، اخوتی، اخوتی نه ضمیر خطی میگیریم، لا هم لیسو طلابا. سوم نمودش. چهارم نمودش لا هم، ضمیر خطی میگیریم، هم لیسو بطلاب. ببینید 4 نمود. رقم 4 اممرضات اخواتک، اممرضات اخواتک یعنی که آیا همشیره طبی است خواهرهای تو؟ آیا همشیره طبی است خواهرهای تو؟ در جواب چی میگوید؟ میگوید که لا اخواتی لسنا، جمع معنی است کشید لسنا، اخواتی لسنا ممرضاتین، ممرضاتن نمیگه، برای جمع معنی سالمه آخرش فتحه را قبول نمیکند. لا اخواتی لسنا ممرضاتین. یکم نمودش. دویم نمود لا اخواتی لسنا بممرضاتین. بیام بگیم ممرضاتین میگیم، بیرم نمونه ممرضاتین میگیم، برای جمع معنی سالم فتحه را قبول نمیکند. دو نمود چید. سوم نمودش اخواتی هن، اخواتی نه، لا میگوید لا هن، یعنی که اخوات در نظر ضمیر با جمع معنی سالم، هن با جمع معنی است، هن لسنا، هن لسنا ممرضاتین. سوم نمودش. چهارم نمودش هن لا، هن لا هن لسنا بممرضاتین، بممرضاتین. 4 تا شد. رقمی 5 امدرسون انت یعنی که آیا استاد هستی تو؟ آیا استاد هستی تو؟ در جواب میگوید که جواب میتید لیس را استفاده میبرید، میگوید که لا انا لا انا میگوی، خودت جواب میگوی، برای تو را پرسیده سه خودت جواب میگوی، میگوی که لا انا لستو مدرسن. یکم نمودش یعنی که من مدرس نیستم. دویم نمودش لا انا لستو بمدرسین، نه من مدرس نیستم. این همین 2 نمود است خلاص. این 2 نمود است، 4 نمود نمیشه بود اینجا. 2 نمود. رقم 6 اجودون انتم، آیا نوستید شما؟ آیا نوستید شما؟ در اینجا جواب میتید، میگوید که لا نحنو، لا نحنو برای انتم شما، شما بسیاری که هستید نحنو میگویید. در بالا انت کی بود، یک است کی بود، انا گفتی. در اینجا نحنو میگویی. لا میگویی نحنو لسنا جدودن، یعنی که ما نو نیستیم. یکم نمود. دویم نمودش لا نحنو لسنا بجدودین، ما اصلا نو نیستیم. این 2 نمود میشود. اینم
4 نمود نمی شود اینجا. رقمی 7 اجدیدتون سیارتک، یعنی که آیا نو است ماشین تو؟ اجدیدتون سیارتک، یعنی که آیا نو است ماشین تو؟ در جواب بگید که لا سیارتی لیست جدیدتن، سیارتی لیست جدیدتن. یکم نمودش. دیم نمود لا سیارتی لیست بجدیدتین، دو نمود چید. سیم نمودش لا هی، یعنی سیاره، ضمیر برمیگردد به سیاره. هی لیست جمیلتن جدیدتن، لا لیست جدیدتن، لا هی لیست جدیدتن. نه وی نو نیست. سیم نمود. چهارم نمودش لا هی لیست بجدیدتین، نه وی اصلا نو نیست، نه وی اصلا نو نیست. پس این بود تمرین رقم 6. این تمرین رقم 6 بسیار 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 اهمیت بدید که بسیار رول بازی میکند در گپ زدن زبان عربیتون. رقم 7 رقم 7 میگه که یوجه المدرس فاعله. یوجه از باب وجه یوجه، یعنی که پیشنهاد کرد، تقدیم کرد. یوجه المدرس الى كل من الطلاب اسئلة، مفعول به یوجه شد، مفعول به اما وقت منصوب می شود. اسئلة یکون جوابها، جوابو برای چی جواب گفتیم؟ برای اسم یکونو است. یکونو از زمان برنگ لیسه اسم خبر میگیرد. جوابها بالنفی، انا جار مجرور خبر یکونو می شود بالنفی. و یرد علیها، یرد فعل است، علیها جار مجرور متعلق به یرد می شود. الطالب فاعل یردو، یرد فعل است، فعل به فاعل نمی شود، انا من طالب فاعلش است. و یرد علیها الطالب مستعملا لستو، اینجا دم همچنین خطاش دیگه است. اولش الف کو الف قوس کنید، قوسی اگر در کتابتون نباشد، میگه در کتابتون قوس باشد خوب. لستو نحو یا نحو هر دوش جایز است. پس این اول ترجمه کنه، میگه که یوجه المدرس، یعنی که پیشنهاد میکند استاد مدرس، الی کل من الطلاب، برای هر یک شاگرد. استاد برای هر یک شاگرد پیشنهاد میکند. چی را پیشنهاد میکند؟ اسئلتن، سوالهای را. یکون جوابها، می باشد جواب همون سوالها بنفی، با نفی کردن. جواب با نفی می باشد. نفی گفتیم لیسا نفی میکند. نفی یعنی انکار میکند. نفی انکار، یعنی که کار کردی تو نفیش میکنی، انکارش میکنی، میگی نکردم. مثلا تو رفتی میگی نرفتم، انکارش کردی، نفیش کردی با نفی. و یرد علیها الطالب، و جواب میگیرد بر همون سوالها. علیها ضمیر است برمیگردد به اسئله، و جواب میگیرد همون سوالها را الطالب، طالب مستعملا لستو، استفاده برنده لستو را، در حال بودنش استفاده برنده لستو را، یعنی که طالب استفاده میبرد لستو را. با چی نفی میکند؟ با لستو. لستو یعنی که نیستم من. فهمو؟ لستو قطعی جواب میتیه، میگه نحو یا نحوه، مانندی. فهمو؟ در اینجا درباره اعراب یک کم ترکی دیگر بگوییم. یوجه فعل مضارع است، المدرس فاعلش است. فاعل ما گفتیم بعد فعل همه وقت فاعل میاد، فاعل همه وقت مرفوع میشود. المدرسو میگویی، مدرسان، مدرسین. یوجه المدرسو برای فاعله. الی کل برای هر یک من الطلاب از طلبه ها، جار و مجرور. اسئلة مفعول به. یکونو فعل مضارع. کان یکونو ما گفتیم که لیسه اخواتی ای خواهرای کانه است کو، این یکونو همون کانه، کانه فعل ماضی، یکونو فعل مضارع. فهمو؟ یکونو انا یکونو رنگ نمی لیسه
فعل لیسه برای اسم و خبر میگیرد. انا یکونو را که گفتیم باید اسمش بیابیم، اسمش در کجا است؟ یکونو جوابوها، جوابو برای خبر یکونو مرفوع می شود. جوابو معذرت میخوام خبرش نه اسمش، اسم یکونو مرفوع می شود. جوابو اسم یکونو است. یکونو جوابو میگو، جوابا نه، جوابی نه، جوابو. جوابو مضاف است و ها مضاف الیه هست. بالنفی جار و مجرور، جار و مجرور متعلق به کائنا خبر یکونو می باشد. فهمه؟ خبر یکونو می باشد. و یردو با یردو فعل مضارع است. علیها جار و مجرور متعلق به یردو است. الطالب فاعل یردو است. یردو فعل است، الطالب فاعلش است. مستعملا این حال هست از کی؟ حال از طالب، یعنی حال کونه الطالب یجیب لستو، جواب میتید به لستو. مستعملا حال هست، حال همه وقت منصوب می شود. نحو یا نحوه هر دوش جایز است. اگر نحو گفتیم خبر مبتدای محذوف می شود، یعنی که هذا نحو، این مانندی. اگر که نحوه که گفتیم مفعول به برای فعلی محذوف می شود، یعنی امثل نحوه، یعنی مثال میزنه مانندی، مانند را، این را مفعول به می شود برای فعلی محذوف. خب در اینجا که سوال ها را میتونه باید لستو را با لستو جواب بدهید. میگه که امین امریکا انت، یعنی که آیا از امریکا هستی تو؟ از امریکا هستی تو؟ باید بگی که نه من از امریکا نیستم. اگر امریکا هم باشی باید بگی که نه من از امریکا نیستم. برای جدا باید لستو را استفاده بری. میگه که لستو، انا لستو من امریکا، یعنی که من از امریکا نیستم. من امریکا انت، در جواب میگه که لا، برای اومدگی همزه استفهام هست، برای تصویه نیست، برای خاطر لا قطعی جوابش میتیم اول. میگیم که لا انا لستو امریکیان، یعنی که من امریکایی نیستم، یا که انا لستو من امریکا، من از امریکا نیستم. فهمه؟ این جوابش. سوال دوم، متزوج انت، یعنی که آیا زندار هستی تو؟ آیا زندار هستی تو؟ جواب میگویی که لا، اول لا را میمونی. لا لستو، لا انا را میگویی بعدش لا انا لستو متزوجا. یکم نمودش یعنی که من زندار نیستم. دوم نمودش میگویی که اگر زندار هم باشی میگویی، با خاطر که ما را مجبور کرد که بگو که زندار نیستم، برای خاطر میگویی که زندار نیستم. متزوج انت، یکم نمودش گفته میگویی که لا انا لستو متزوجا. با دویم نمودش میشه بگویی که لا انا لستو بمتزوجین. فهمه؟ متزوجن یا بمتزوجین هر دوش جایز است. رقمی 3، مریض انت، یعنی آیا بیمار هستی تو؟ در جواب باید بگویی که نه من بیمار نیستم. میگویی که لا انا لستو مریضا، لا انا لستو مریضا، یعنی که نه من بیمار نیستم. باز دویم نمودش میگه که لا انا لستو بمریض، یعنی که من اصلا بیمار نیستم. رقمی آخرین سوالش، مهندس انت، یعنی که آیا انجینیر هستی تو؟ آیا انجینیر هستی تو؟ پس در جواب چی میگویی؟ باید بگویی که نه من انجینیر نیستم. میگویی که لا انا لستو مهندسا. مهندسا خبری لیسه می شود، برای خود لستو مهندسا میگویی. یکم نمودش. دویم نمودش میگویی که لا انا لستو بمهندس، من اصلا مهندس نیستم، اصلا انجینیر نیستم. پس این 4 سوال به 2 طریق جوابشون داده میتونید که همینطور جواب ها بدهید. میگذاریم به رقمی 8، تمرین رقمی 8. میگه اقرا المثال، میگوید که مثال را بخوان. اقرا المثال، مثال را بخوان. ثم ادخل این على الجمل الاتیه، پس میگه داخل کن این را بر جمله های می اومدگی. اول بخوان مثال میگه، بعد این را بعدش داخل کن. اول مثال میخونی بعد این را داخل میکنی. ببینید یکم میگه که لی 3 اخوات، میگه که من 3 خواهر دارم. لی جار و مجرور بگید خبر مقدم هست.
ثلاثو مبتدای مؤخر هست، اخواتین مضاف الیه هست. ببینید برای چی ثلاثتون نگفتیم؟ اینا جوابش باید شما خودتون بدونید، برای درس‌های گذشته گفته بودیم. اصله، اصل همین کلمه میگه این طور هست، اهمیت بدید. اصل کلمه این طور است: ثلاث اخوات لی. ثلاث مبتدا هست، اخوات مضاف الیه هست، لی جار و مجرور خبر هست. باید اول مبتدا بیاید. لیکن در زبان عربی بعضی وقت‌ها میشود که مبتدا در آخر میآید، بعد خبر میآید. اول خبر میاد و بعد مبتدا. انا همینجا در لی ثلاث اخواتین که هست، انا همینجا در مبتدا پیش، خبر پیش از مبتدا آمدگی است. لی خبر های، ثلاث مبتدا. ببینید برعکس آمدگی است، چپنا آمدگی است. لیکن در زبان عربی همین طور میآید. و این در کجا همین طور میآید؟ با قاعده ها است. این طور نیست که همه وقت بیاری خودت. قاعده ها است. در کدام صورت میتوانیم، در کدام صورت نمیتوانیم. این قاعده ها دارد. میگه که لی ثلاث اخواتین، میگه که من سه خواهر دارم. من میگه سه خواهر دارم. و سوال دیومش، مثال دیومش میگه که این لی ثلاث اخواتین، یعنی که میره کار کرد، این را در اولش در آورد، این را در اولش در آورد. در جواب ما چی گفت؟ ما گفت که این را بدرید. نه بله، این را گفت بدرید، این را در اولش بدرید. این درس گذشته ما. برای چی داری جا آوردش؟ برای چی میخواد یک چیز دیگر را یادداشت کند. او چی است؟ او همین است که این در همه جا مبتدا را منصوب میکند. با نگیری خبر را منصوب کنی، مبتدا را منصوب میکند. فهمو؟ و میگه که یعنی گفتنی است که به این مثال، به این تدریب، به این مشق گفتنی است که همین این نه اگر بعد این نه خبر بیاید، بعد اسمش بیاید، خبر منصوب نکنی، با رو اسمش منصوب، رو مبتدا را که اسم این نمیشود انا همو را منصوب کن. ببین در اینجا میگه که این لی، میگه هر اینا من ثلاث اخواتین، سه خواهر دارم. ثلاثه، ببین این فرق بینشون فاصله نه، جدا ای. اول این نه، بعدش در لی آمدگی ای، بعد ثلاثه آمدگی ای. با فکر نکنی که این نه شاید کلمه لی را منصوب میکنه، بگیم که این لی ثلاث اخواتین، با هم تری نگویی. فهمو؟ این را اهمیت بتید. این جد اصلش گفتگی. ببین در درون قاز میگه اصله این نه ثلاثه. انا ببین ثلاثه اصلا چسبیدگی در این نه، لیکن در زبان عربی بعض وقتا خبر از مبتدا پیش می آید. در همینجا لی این لی ثلاث اخواتین، خبر اسم این نه پیش آمدگی، معذرت میخوام، خبر این نه پیش آمدگی اسم این نه ده. اصلش این طور است: این نه ثلاث اخواتین لی، هر اینا میگه سه برادر دارم من. فهمو؟ این را در یادتون داشته باشید. و یک فایده دیگر براتون بگویم. این تمرین نگفتیم برای این آوردگی هست. این را اصلا ما درس گذشته خونده بودیم، درس یکم، کورس دیگه درس یکم دا خونده بودیم. لیکن اینجا را برای آوردگی گفتیم که یعنی که خبر این نه از اسمش پیش می اومده. فهمو؟ یکمش. و فراموش نکنید که وقتی که خبر از مبتدا پیش میاریم، یگان غرضی هست، به یگان قصد میگیم این چیز رو. این طور نیست که میفارتای تاری بگو، میفارتای تاری بگو. این طور نه، یگان قصد است. من یک مثال تون میگویم، دفتر رو بگیرید بنویسید. مثلا محمدون فی البیتی، محمد در خانه است. محمدون مبتدا هست، فی البیتی جار و مجرور خبر می شود. خبر غیری مفرد است. فهمو؟ این را در یادتون گرفتید؟ ببینید همینجا جایز است که من بگویم که فی البیتی محمدون. فی البیتی جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم، محمدون مبتدای مؤخر. ببین پیش قفاش کردیم. اکنون در زبان عربی همین چی فایده میتید؟ محمدون فی البیتی گفتیم چی ای؟ فی البیتی محمدون گفتیم چی ای؟ فرق چی است؟ میدونید چی است؟ بدونید، اهمیت بدید نازکی زبان عربی را. میگه که فی البیتی محمدون، این برای تخصیص است، یعنی که در خانه فقط محمد است و بس،
دیگر هیچ شقتش نیست. اهمیت رو ببینید، نازکی رو ببینید. فی البیت محمدون یعنی در خانه محمد خودش توقه هست. لیکن اگر گفتیم که محمدون فی البیتی، در این صورت محمد در خانه است، دیگرها هم قطعش هست. زبان عربی رو ببین. مثلا میگوی که الکتاب فی حقیبتی، فی الحقیبه، یعنی که کتاب در چمدان من هست. معناش اینه که دیگه کتابو هم دارم قطعش. نه که بگوی که فی الحقیبتی الکتاب، یعنی فقط کتاب است در درون حقیبه من، در درون چمدان من و بس. یا میگه که الهاتف فی جیبی، یعنی که تلفن در کیسه من هست. معنیش اینه که تلفن در کیسه هست، لیکن سوم هم قطعش هست، یا کلیدم هست، کلید ماشین یا کلید خانه در کیسه من هست. لیکن اگر گفتی که فی الجیبی الهاتف، معنیش اینه که در کیسه من تاقه تلفن است و بس، دیگه اون چیز دیگر نیست. فهمیدید فرقیت؟ نازکی عربی را فهمیدید؟ در ذهنتون بگیرید این چیز رو. انا برایم خاطر میگه که لی ثلاث اخواتین، یعنی که من 3 خواهر دارم، 3 خواهر دارد و بس، نه اینکه زیادی. فهمو؟ انا اکنون میگذاریم به سوال هاش. در اینجا 6 تا سوال آوردگی است. میگه که فی الفصل 5 طلاب، در صنف میگه 5 تا طلبه است. ببینید فی الفصل 5 طلاب، در صنف 5 تا طلبه است. اول ما را همین کتاب در همین تمرین وظیفه دار کرد که این را در اولش بدرار. این را میدرار، میگیم که این فی الفصل 5 میگیم نه، برای اسم این منصوب میشود. میگیم که این فی الفصل 5 طلاب، این فی الفصل 5 طلاب، یعنی که هر آینه در صنف 5 طلبه است. اصلش این طور است، این 5 طلاب فی الفصل، یعنی که هر آینه در صنف 5 طلبه است. لیکن چی فرق کرد؟ بگیم که فی الفصل 5 طلاب، یعنی در صنف 5 طلبه است. فی الفصل مبتدا خبر مقدم اومد، یعنی که 5 طلبه است و بس، ششم کس نیست، 5 تا. لیکن اگر گفتیم که 5 طلاب فی الفصل، اگر که با طریق مبتدا رو اول بیاریم و خبر بعدش بیاریم، معناش این هسته که 5 طلبه هست و قطعش استاد است، با قطعش دیگر آدمو هست. فهمو فرقیتش؟ بله درجه جدود بوده است، جدود در پایان بوده است، جدود رو ندیدم. از سر میخونیم این چیز را. فی الفصل 5 طلاب جدودین، یعنی که در صنف 5 طلبه نو هست. اون جدودین در برای بعدی طلابین باید باشد، در این پایان اومده است. 5 طلاب فی الفصل 5 طلاب جدودین، یعنی که در صنف 5 طلبه نو هست. اکنون این را میداریم، میگیم که این فی الفصل 5 طلاب جدودین، این فی الفصل 5 طلاب جدودین، میگه هر آینه در صنف 5 طلبه نو هست. اکنون فرقیتش چی شد؟ فی الفصل 5 طلاب جدودین، یعنی که فی الفصل جار و مجرور متعلق خبر مقدم است، 5 مبتدا مؤخر است. معنیش همین است که یعنی خبر پیش آورده، معنیش همین است که 5 طلبه نو هست و بس، دیگه اون طلبه کهنه نیست. لیکن اگر گفتیم که 5 طلاب جدود فی الفصل، اگر با اول مبتدا را بگیم، در این صورت معناش همین است که در صنف 5 طلبه نو هست، با غیر از این طلبه کهنه هم هست. ببینید معنی چه فرقی است. فما اهمیت بدید این چیزها رو. رقم 2 لنا مدرس جدید، لنا مدرس جدید، میگه که ما داریم استادی خوب، جدید خوب، پسند. لنا مدرس جدید، یعنی که ما استادی خوب داریم. بعد در اولش چی را در آوردی؟ این را که در آوردی چی میگویی؟ میگویی که این لنا یا ایننا، میگویی این لنا، لام میگیریم میپرتویم، ایننا میگوییم، ایننا نه لام نمیپرتویم، برای ایننا گفتیم ما میشود.
هر آینه ما نه، استازی ما. این لنا میگیم، این لنا این لنا این لنا مدرسا جیدا. انا من طور می نویسیم این لنا مدرسا جیدا، یعنی که هر آینه ما داریم استازی نو، استازی جید، استازی خوب. این لنا مدرسا جیدا، هر آینه ما داریم استازی خوب. مدرسون بود، این را که در آورده مدرسان میگیم به خاطر آنکه اسم این است. لنا جار و مجرور خبری این نمیشود. در اینجا لنا داریم ما، خبر مقدم است، مدرسون مبتدا مؤخر هست، جیدون صفت مدرس است. رقم 3 فی جیبی 100 ریال، اینجا ریالان کردگی، خطا کردگی. فی جیبی 100 ریال، یعنی که در کیسه من 100 ریال هست. فی جیبی در کیسه من 100 ریال هست. فی جیبی جار مجرور خبر مقدم شدگی، 100 مبتدا مؤخر شد. 100 مضاف است و ریالین مضاف الیه. پس برای چی جدا نگفت که 100 ریال فی جیبی، یعنی 100 ریال است در کیسه من، نگفت و گفت که فی جیبی 100 ریال، در کیسه من گفت 100 ریال است. برای چی خبر پیش آورد؟ معنیش همین است که یعنی که ما گفتیم اگر خبر پیش بیاد تخصیص افاده میکند. معنیش همین است که در کیسهش 100 ریال هست و بس، دیگر ندارد. لیکن اگر میگفت که 100 ریال فی جیبی، معنیش این بود که در کیسه من 100 ریال هست، با 10-20 ریال دیگر هم هست. پس معنیش این میشید، فهمو؟ و این را که در آورده میگیم که این فی جیبی 100 میگیم 100 نمیگیم، 100 ریالین. برای چی 100 میگیم؟ به خاطر اینکه 100 اسم این نمیشود، اسم این باید منصوب باشد. پس ترجمهش میکنیم که هر آینه در کیسه من 100 ریال هست. هر آینه در کیسه من 100 ریال هست. و رقم 4، در رقم 4 میگوید که فی الهند انهار کثیرة، فی الهند انهار کثیرة، یعنی که در هندوستان دریاهای بسیار هست. فی الهند انهار کثیرة، یعنی که در هندوستان دریاهای بسیار هست. اینجا را ببینید، فی الهندی جار و مجرور خبر مقدم شد، انهارون مبتدا مؤخر شد، کثیرتون صفت انهار هست. انهار یعنی که نهرها، دریاها یا جویبارها. ببینید این را که در آورده میگیم که این فی الهندی انهارن میگیم، انهارون بود انهارن میگیم، برای اسم این نمیشود. این فی الهندی انهارن کثیرتن، هر آینه در هند دریاهای بسیار هست. همینطور می نویسیم و ترجمهش میکنیم. رقم 5، در رقم 5 میگوید که لک برقیتون فی مکتب البریدی. بریدی در اینجا در پایین اومده است، بعد مکتب بنویسیندش. لک برقیتون فی مکتب البریدی، میگوید تو داری، لک یعنی داری تو. برقیتون، برقیتون این تلگرام، تلگرام چیزی که زود رسانده می شود، خط رو، همون. برقیتون فی مکتب البریدی یعنی که در اداره پوچته، برید پوچته رو میگن، در اداره خط رسان، در اداره پوچته. میگه که لک برقیتون فی مکتب البریدی، یعنی داری تو تلگرام در اداره پوچته. پس این را که در آوردی میگوی که این لک برقیتن، میگوی برقیتون بود، مبتدا مؤخر بود، باز این را چیکار میکنی؟ اسم اینش میکنی، میگوی که این لک برقیتن فی مکتب البریدی، فی مکتب البریدی.
در اداره پشته. رقم 6 لی $1000 فی المصرفی. لی $1000 فی مصرفی، میگه که من $1000 دارم در مصرف، در بانک. مصرف بانک می شود یا جای دلار میده کنی، ولیوت، جای ولیوت یا که بانک. میگه لی $1000 فی مصرف، فی مصرفی، میگه که من $1000 دارم در بانک. ببینید لی جار و مجرور خبر مقدم هست، لی جار و مجرور خبر مقدم هست، الفو مبتدای مؤخر هست، دلارین این مضاف الیه هست. الفو مبتدای مؤخر و مضاف است، دلارین مضاف الیه هست. ببینید اینجا دوباره میگه که لی $1000 فی مصرفی، یعنی که من $1000 دارم در چی؟ در مصرف، یعنی که در بانک. اینجا دا می شود که این را که در آورده میگیم که این لی الفا، میگیم الفو بود مبتدا مؤخر، الفا می شود، اسم این مؤخرش میگیم. بعد اسم این باید منصوب باشد. این لی $1000 فی المصرفی، یعنی که هر آینه من میگوید $1000 دارم در بانک، $1000 دارم در بانک. پس همین طور می نویسید و تغییرات چه اهمیت میتید که چی تغییر شد. لی $1000 بود، این را که در آورده شد که این لی الفا شد. برای چی الفا شد؟ الفو بود، برای چی الفا شد؟ جوابش باید بدانید. این بود آخرین تمرین. انا اکنون میگذاریم به الکلمات الجدیده، تو کلمه های نو. در این درس چند کلمه نوی که خوندیم اون کلمه های نو رو میارد. میگوید که لقاء، لقاء یعنی واخوری، ملاقات. ما شما ملاقات میگیم، با ملاقات وی رفت، با ملاقات فلان آدم رفت، یعنی که با واخوری رفت، با دیداربینی رفت. لقاء دیداربینی، واخوری، ملاقات. جیدون، جیدون خوب، پسند. هذا جیدون یعنی این پسند است، هذا جیدون یعنی این خوب است. جیبون، جیبون کیسه، جیبون کیسه. جمعش می شود جیوبون، جیبون کیسه، جیوبون کیسه ها. نهرون، نهرون دریا، یا می شود جویبارش بگیم، جویبار. جمعش انهارون، دریاها، جویبارها. برقیتون، برقیتون تلگرام، برقیتون تلگرام. جمعش برقیاتون، تلگرام ها. برقیتون تلگرام، برقیاتون تلگرام ها. مصرفون، مصرفون بانک، مصرفون بانک. جمعش مصارفو، مصارفو، مصارفو یعنی بانک ها. مصارف معنیش چی است؟ بانک ها. مصارف تنوین قبول نمی کند. برای چی تنوین قبول نمی کند؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است، غیر منصرف است، تنوین قبول نمی کند. مصارفو میگه، مصارفون گفتن جایز نیست. علت غیر منصرف بودنش چی است؟ علتش صیغه منتهی الجموع، پیش از الف دو حرف، بعد از الف دو حرف است. ما گفتیم این صیغه منتهی الجموع است، در یادتون بگیرید این رو. مکتب البریدی یعنی اداره پشته، اداره پشته. مکتب البریدی اداره پشته. پس این بود کلمات جدید، این بود کلمه های نوی درس امروزه ما و شما. و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و براتون رساندنی هستم که این درس ها را بسیار جدی تیار بکنید و سراسیمه نشوید در تیار کردن درس. در یک روز نتونستید، دو روز، دو روز نتونستید، سه روز، سه روز نشید، 4 روز. خوب تیار کنید یکم درس، بعد در دیوم بگذارید، دیوم خوب تیار کنید، بعد در سیوم بگذارید تا اینکه ضرر نبینید از وقتهایتون یا استفاده برده توانید، یک فایده گرفته بتوانید. برای همین خاطر بسیار متوجه باشید، بسیار با دقت باشید، بسیار با اهمیت باشید. این بود درس امروزه ما و شما. در اینجا این درس را به پایان میرسانم و یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.